بحث مشارکت بکنن خب خیلی کمک میکنه. من بدون اینکه دیگه وقت رو از دست بدیم می‌خواستم خواهش بکنم از آقای کدومی که شما آقای نوبخت زحمت ارائه رو بکشن و در خدمتشون باشیم. خب سلام همه دوستان، من قبل از هر چیزی اسکرینم رو شیر کنم. صفحه من برای همه هست. خب این حالا پیپری که این جلسه می‌خوایم درباره‌اش صحبت کنیم و بیشتر هدفمون اینه که اگر حالا دوستانم همکاری کنن یک حالت ارائه تور نباشه، چون که خب خود نویسنده پیپر این پیپر رو ارائه داده. یعنی شما خب میتونید همون ارائه رو ببینید و ما هم اسلایدام خب بیشترش بر اساس همونه و هدف اینه که یک دیسکاشنی باشه و روی این مباحث صحبت کنیم، چون این مباحث واقعا مباحث حالا ترجمه فارسیش میشه لبه علمن و دارن خیلی یعنی خیلی مباحث حالا خودمونش خفنی ان، چون به خصوص این پیپر خاص کاری که داره میکنه تا الان ما توی آرل یه سری مسئله رو حل کردیم و دیدیم که چقدر آرل قویه و حالا طبق کوتی هم که اینجا نوشته اصلا شاید کل ای آی رو بشه با آرل حل کرد، با یک دید آرلی بهش نگاه کرد. ولی این پیپر اومده میگه توی این آرل یه سری تعصباتی هست. حالا لفظ تعصبم یعنی هم منظور جهتگیری داگما، به این دلیل داگما به کار میبره که میخواد اون کانوتیشن منفیش رو هم داشته باشه و بحثش اینه که بهتره ما این تعصبات و جهتگیری که الان توی آرل داریم رو عوض کنیم و میاد اونا رو نشون میده و میگه که خب بهتره که یه سری پارادایم شیفت داشته باشیم توی آرل، یه سری از متدها و اپروچ‌ها رو عوض کنیم و به سایر حوزه‌هایی هم که تا الان کمتر توجه شده دقت کنیم. توی خود پیپر هم به یک کتابی اشاره میکنه The Structure of Scientific Revolutionary که نویسنده اون کتاب یه چیز خیلی جالب داره، میگه توی هر فعالیت علمی دو نوع چیز هست، یعنی دو تا فاز هست. فاز اولش که نورمال ساینسه، یعنی با این اسم صداش میکنه و میگه که مثل حل کردن پازل، یک سری مسئله هست ما شروع میکنیم به حل کردنش با ابزارهایی که داریم. یه فاز دیگه فاز رولوشنریه که ما میایم کلا خود پارادایم رو از اساس بازنگری میکنیم. پارادایم تعریفش چیه؟ اون بیسیک ولیوها، متدایی که استفاده میشه و حالا اون تعهدات علمی که وجود داره. خب من حالا این مقدمات رو گفتم که بریم سراغ اینکه حالا توی آرل پارادایم چیه و چه تغییراتی بهتره که داده بشه و چه جاهایی توی تحقیقات الان آرل لحاظ نمیشه. حالا من دوست ندارم که اسلاید رو همینطوری برم جلو، لطفاً نظراتتون رو بگین، چه بچه‌ای که اینجا هستن چه کسایی که توی چتن. به نظرتون آرل چه جهتگیریایی الان ریسرچ توش داره و چه چیزایی بهتره که یعنی کمتر لحاظ میشه و بهتره که بیشتر لحاظ بشه؟ کسی نداری؟ هم چطور داری؟ خب کسی نظری نداره دوستان؟ اگر حالا اوکی هر نظری دارید بگین، یعنی حالا قطعا پیدا بدید که بعد یخ جلسه رو بشکنیم. بچه‌ها الان تازه اومدن. خب من حالا یکیشو همینطوری میگم، میخوام که بحث فعال شه اینا رو واردشون میشیم، ولی یکیش environment spotlight چیزی که پیپر اسمشو میبره و حرفش اینه که تا الان اکثر ریسرچی که توی آرل بوده تمرکزش روی environment بوده. یعنی ما اومدیم environment رو مدل کردیم یا اینکه ایجنت رو مدل کنیم، اومدیم گفتیم environment چیه و بعد از اون سعی کردیم ایجنتی بسازیم که با اون environment اینتراکشن بهینه رو داشته باشه. خب و بحثش اینه که آقا ما باید سمت ایجنت هم بریم. حالا من این دیتیل توی اسلایدام میرم، لطفاً یکیشو گفتم که حالا خب آره مثلا میتونه این باشه. به نظر شما جهتگیری بیشتر سمت مدل فیگه یا مدل بیس؟ مثلا میتونه داگما نیست ولی خب حالا این موردی که
گفته دقیقاً تو پیپر هم بهش اشاره شده. میگه ما تا وقتی آرکیتکچری واسه ایجنت نداریم نمیتونیم راجع به اینکه مدل فلو مدل بیس دقیقاً چیه تمایز نمیتونیم دیفرنشیشن داشته باشیم. یه مورد خیلی جالب گفتن، یادگیری طولانی مدت. دقیقاً بحث دوم دگمای دومی که پیپر راجبش حرف میزنه. میگه ما الان یعنی الگوریتمایی که داریم همه دنبال چیزی به سولوشنیم، یعنی دنبال این مسئله ایم، دنبال اپتیمال پوینتیم، با پیش فرضایی که روی MVP داریم میدونیم اینو هست، میخوایم تقریبش بزنیم، ولی این شاید راه درستی نباشه برای اینکه ما یه ایجنت داشته باشیم که تو طولانی مدت بتونه توی با محیطش اینتراکت کنه و یاد بگیره. یعنی وقتی لایف تایمش رو زیاد کنیم و اینتراکشن داشته باشه بتونه نالجش رو مثلا منتقل کنه به نسل‌های بعدی، اصلا شاید این پارادایم درستی نباشه و باید مثلا ما یه بازنگری روی این کنیم و یه الگوریتم‌ها و اوالویشن‌های واسه این تعریف کنیم که بتونیم اینو بزنیم. حالا اون کاری که توی کار ریتروسپکتیوی که توی بحث مالتی ایجنت RL توی سایمونز اینستیتوت ارائه شد دیروز برای بچه‌ها فرستادم، شاید دوستان ندیده باشن، اگه ندیدین ببینید. سایمونز اینستیتوت یه معمولا سری تاک برگزار میکنه. پارسال مثلا تقریبا همین موقع روی LLM ها مثلا یه سری تاک داشت. امسال راجع به اینکه حالا اینتلیجنس کلا چجوری میتونه ایجاد بشه و ارتباطش با بحث‌های کاگنیتیو و اینا یه سلسله تاک داشت. یه تاک خیلی خوبیش مال یه نفر که دیپ مایند اومده بود و یه حرف جالبی که میزد این بودش که این بنده خدا روی مالتی ایجنت RL کار کرده بود و مثلا تهش دیده بودش که آره این ایجنتاشون به یه هوشمندی میرسن، ولی وقتی میخوان از یه محیطی ببریم یه محیط دیگه اون هوشمندی دوباره نیاز هست از اول ترین بشه. و حرفش این بودش که این دلیلش به خاطر اینه که ما معمولا مثلا ترینینگی که اینا دارن و اسکیلی که میتونن اکوایر بکنن اسکیلیه که مثلا تهش مثلا یه دقیقه طول بکشه، اون اینتراکشن یه دقیقه طول بکشه. ما مثلا الگوریتم RL نداریم بگیم آقا این یه چیزی رو مثلا یاد میگیره که مثلا چندین ساعت مثلا بتونه با محیط اینتراکت بکنه. یعنی یه لانگ هورایزن لرنینگ مثلا اکستریملی لانگ هورایزن لرنینگ مثلا عجیب غریبی اینجوری. ما تسکمون هنوز ساده است، یعنی مثلا زمان شروع تا پایانش رو نگاه بکنی خود زمان چیزا نه زمان ترینینگ، چون اینجا ممکنه این زمان ترینینگ ببینید، زمانی که اصلا کلا تسک طول میکشه. اگه حتی اپتیمال پالیسی رو در نظر بگیریم اینقدر طولانی نیست و اونا رو ما خوب نمیتونیم یاد بگیریم. و کلی هم به اون ناولتی سیکینگ، ایده‌های ناولتی سیکینگ و اینا انتقاد وارد کردن. من دیگه دیده بودین یا نه؟ اینا تا که خوبیه به نظرم یه بار راجع بهش صحبت کنم. من به نظرم یه قضیه میتونه باشه. حالا من راجع به اون تاک هم یه توضیح اضافه تری بدم. سخنران اون تاک نویسنده پیپر هایدن سیکه که حالا احتمالاً اگه تو یوتیوب همینطوری ریکامندیشن هاش هم دیده باشید به همه یه دورین رو ریکامند کرده. من قبلا یه 2 دقیقه‌ای ازش دیده بودم، یعنی تو دیتیلش اون تاک واقعا اون تاک جدیده، تاک فکر کنم ارائه هم رو همین بحث هایدن سیک بود دیگه. همون بحث هایدن سیک. اون بحث هایدن سیک کلا خیلی سر و صدا کرد که میتونستم موانع مثلا نگه دارم. لینک تاک رو حالا ما میتونیم توی چیز بذاریم توی بعد از جلسه مثلا بذاریم اگه کسی علاقه‌مند بود ببینه. نه خود سایت سایمونز اینستیتوت اگه سرچ بزنید سایمونز اینستیتوت retrospective study of multi agent RL یه همچین چیزی اگه اشتباه نکنم با یه همچین تایتلی تقریبا میارتش. لینکش رو من میفرستم. خب حالا هنوز فکر کنم یخ جلسه باز نشده، تعهدش مثل دایگمای دیگه هم بگید. خوبه نه چند نفر اینجا نوشتن بچهای اینجا یخشون بود، بچهای حضوری یخشون نشد. نه بعد یخشون. خب اوکی من حالا یه خورده ادامه میدم. خب همونطور که گفتم ادعایی که این پیپر داره و حالا جدایی از این پیپر خیلی این لحظه قبل اینکه به این هم یه چیز خیلی خوبی گفتن، هوش باید مستقل از محیط باشه. این هم یه چیزی که من به شدت بهش معتقدم. یعنی مثل اینکه ما این ایجنتایی که ترین می‌کنیم به شدت انتنگل میشن به جزئیات اون محیط. مثلا البته این یه داگمای چیز نیستش، یه داگمای RL الزاما نیستش. ترینینگ کلا این مشکل رو داره که به دیتا ست اورفیت میشه، یعنی به مسئله اورفیت میشه. ببخشید به دیتا ست اورفیت نمیشه، یعنی با جزئیات ریز اون محیط مثلا اورفیت میشه. یه ذرهش اگه عوض بکنیم کلا به هم میزنه. درست. خب حالا من یه خورده بازم ادامه میدم، دوباره بحث از سر میگیریم. ادعایی که میگم این پیپر کرده بود و خیلی از کسایی که حالا تو این حوزه هستن دارن میگن، حالا به غیر از کیس‌های خاصی مثل آقای اندرو این که خیلی مخالفه،
مدعیان که یعنی صحبتی که میشه اینه که آرل احتمالاً قرار پارادایم بعدی هوش مصنوعی باشه، چون ما الان به یه جای رسیدیم که دیگه تقریباً دست کم مثلا تو LLM‌ها تسکای خیلی خاصه مثلا آریتمتیک نمیگم، ولی مثلا تو تسکای زبانی دیگه در لول انسانه و اگه بخواد فراتر بره، یعنی در واقع سوپر هیومن اینتلیجنس داشته باشیم، این آرل که این کار میکنه. و حالا این توی پیپر نبود، صرفا به عنوان یک مثال بخوام بگم، الان همین چند وقت پیش فکر کنم مال امساله، دیپ مایند یه مدلی داد، مدل آلفا پروف، که نقره المپیاد جهانی ریاضی میگرفت و این اصلا شوخی نیست. و خب چرا آرل این قابلیت رو داره؟ چون که آرل میتونه اپتیمال پالیسی رو سرچ کنه تو روش سوپروایزد. حالا اون سوپروایزد یه دیتا ستی هست که ما روی اون صرفاً یه چیزی رو لرن میکنیم، ولی آرل قدرت سرچ داره. این قدرت سرچ بهش اجازه میده که خیلی چیزای عجیب غریبی که شاید اصلا به ذهن انسانم نرسیده باشه رو یه پیدا کنه. مثلا یه مثال دیگهش توی بازی گو که ایجنت آلفا گو خیلی سر صدا که سال 2015 2016 بود فکر کنم، یه مووی داره خیلی معروفه، موو 37. یه حرکتی زد، تو حرکت 37مش همه گفتن اون چه حرکت احمقانه‌ای بوده، هیچ مثلا اکسپرتی نمیاد این کارو کنه و اینا. بعدن دیدن که با همون حرکت برد و این تو بازی گو که یک بازی قدیمی خیلی در لول شطرنج از شطرنج سخت‌تره از لحاظ استیت مسئله، فکر کنم 3 به توان 3 تا یه همچین 3 به توان گیری ضرب گیریده 19 در 19 استیت داره و از شطرنج بیشتره، خیلی از شطرنج بیشتره. بعد مثلا تونست یک ایجنت انسانی رو ببره. خب میگم این ادعا اینه که آرل قطعاً آینده ای آی خواهد بود، حالا قطعاً که به اعتقاد خیلی‌ها، ولی این آرل فعلی نه. ادعای پیپر اینه که این آرل فعلی نه، چون خیلی کوچیک و جمع شده است یه گوشه، یعنی یک سری کانسترینت داره، سری داگما توش هست که باعث میشه که این نتونه اونقدر فول پتانسیال عمل کنه و میاد میگه که خب ما 3 تا از این داگما رو که به نظر مهمتر بوده، خب تیم نویسنده هر 3 تا داگماش هم پیپر دارن، یعنی فقط این پیپر نیست، اون 3 تا هم پیپر مجزا دارن و قشنگ استیت شده است. صحبت میکنه و میگه ما بهتره که اینا رو حذف کنیم تا آرل بتونه به اون چیزی که ما میخوایم برسیم. خب با داگمای اول شروع میکنیم که من توضیح هم از قبل راجبش دادم، اینه که تمرکز ما خیلی زیاد روی انوایرمنت و برای اینکه این حرفشو جا بندازه 2 تا سوال میپرسه. میگه این 2 تا سوال جواب بده. سوال اول اینه که آیا یک مدل ریاضی ابتدایی برای محیط توی آرل وجود داره؟ جواب بدین. برای محیط ببخشید، برای محیط چرا دیگه هست MDP. آره MDP میگه وریانت هاش خودش میگه ما اگر یکی از اون بپرسه یه مدل ریاضی ابتدایی برای محیط چیه، ما میایم میگیم MDP یا حالا پام دی پی یا حالا کانتکستوال بندیت، حالا وریانت های مختلفی که داره. شاید بهتر باشه نگیم مدل، بگیم این چارچوب که بچه‌ها، چون بچه‌ها گفتین مدل، مثلا این تو ذهنشون اومد که مثلا اون ترانزیشن مدلی که داریم مثلا یه مدل مشخص براش وجوده، ولی وقتی بگیم چارچوب معنیش اینه که مثلا یه قالبی براش وجود داره. حالا من دقیقاً حالا خودش میگه متمتیکال مدل، ولی خب حالا یعنی آره حالا یه فرمولیشن مثلا فرمولیشن درست. خب این جوابیه که احتمالاً هر کسی ممکنه بده، ولی همین سوال مجدد مطرح میکنه، میگه آیا یک چهارچوب ریاضی ابتدایی حداقل یک، حالا بیشترم که مثلا برای انوایرمنت بیشتر داره، آیا حداقل یک چهارچوب ریاضی ابتدایی برای اینکه ایجنت چیه داریم؟ اینو دیگه نداریم. تنها چیزی که فقط داریم اینه که میگیم ایجنت یه مپینگ از استیت اسپیس به اکشن، ولی دیگه چیز بیشتر از این توش دیپ نمیشه. دقیقاً حرفی هم که میزنه میگه همینه. میگه حالا شاید یه سری‌ها در جواب این بیان بگن کیو لرنینگ، مثلا کیو لرنینگ ایجنته، ولی خب کیو لرنینگ مثل MDP که داره انوایرمنت رو توصیف میکنه، کیو لرنینگ ایجنت رو توصیف نمیکنه. کیو لرنینگ احتمالاً یک اینستانشیشنی از اون لاجیک کلیه که ایجنت رو توجیه میکنه.
و صحبتش همینه، میگه که ما بهتره که یه خورده این فوکس رو ببریم روی ایجنت. ما الان از لحاظ ریاضی توی دیسکرایب کردن ایجنت خیلی ضعیفیم، هرچی اونور قوییم. حالا مثلا مثال میزنه، میگه ما با تعریف انوایرمنت به شکل MDP یه سری قضایای خیلی مفید داریم. مثلا این قضیه رو داریم که برای هر محیط MDP، حالا PMDP اونا کاری نداره، برای هر محیط MDP ما یک دیترمینستیک استیشنری اپتیمال پالیسی داریم که این و تازه این رو هم میدونیم که با داینامیک پروگرامینگ میتونیم به این برسیم. ولی خب ما سمت ایجنت این تعاریف رو نداریم، این پراپرتی ها رو نداریم. خیلی ایجنت برامون در حد همون مفهوم پالیسی. و حالا اون مفهوم پالیسی، تازه این رو هم بگم، یک نکته جالبی که پیپر داشت این بود که خود اپتیمال پالیسی رو انوایرمنت سنتریک کانسپت معرفی کرده بود و میگفت خود این پالیسی هم بازم انگار هولوش انوایرمنت میگرده، خیلی ایجنت بیس نیست، خیلی ایجنسی رو لحاظ نمیکنه. یه سری مفهوم بیان میکنه و میگه که این مفاهیم رو حالا شاید بیشتر بتونیم با بررسی ایجنت بهشون برسیم و یه جورای ایجنت سنتری کانسپت ها هستن. یکی این که اصلا مدل بیس در مقابل مدل فری تعریفش چیه اگر محیط رو نداشته باشیم. فرض کنید ما میخوایم فقط خود ایجنت رو بررسی کنیم دیگه بدون در نظر گرفتن انوایرمنت. دو این که اصلا اون مرز بین ایجنت و انوایرمنت چطوری تعریف میشه، ایجنت چیه، انوایرمنت چیه. الان من اینو که گفتم، شاید من خودم یه انتقادی که به این طرف دادم میخوام توی دیسکاشنش صحبت کنیم اینه که خب اصلا بدون وجود انوایرمنت شاید اصلا ایجنت معنی نداشته باشه، شاید پیش نیاز تعریفشونه، ولی اونو بعداً دیسکاس کنیم. و این مفاهیم دیگه مثل extended mind و embedded agency و effect of embodiment و impact of resource constraint، حالا مباحث دیگه که پیپر بهشون اشاره میکنه و میگه که اینا رو اگر ما بخوایم بررسی کنیم باید یک سری ایجنت سنتریک ماتماتیکال مدل داشته باشیم. خب من حالا اینو همینطوری بیام جلو، اینا هم که صحبت کردیم درباره‌شون، سوال داگمای دو نمیرم. خب حالا من برای اینکه این دیسکاشن هم حالا یه خورده من خودم یه سوال بپرسم، اینه که خب اگه ما انوایرمنت نداشته باشیم پس ایجنت چیه؟ مثلا میشه تعریف حتی کلامی ریاضی اینا که فعلا بیخیال کسی نداره خودشون دارن میگن باید تعریف شه. چه تعریف کلامی میتونیم برای ایجنت بیاریم وقتی انوایرمنت نداره؟ من واقعا برام سوال گفتم اصلا بدون انوایرمنت نمیشه ایجنت تعریف. مثلا ما ایجنت هر تعریفی از ایجنت داریم مپینگ استیت آف اکشن ها حرف شما درسته. واسه تعریف متفاوتی ارائه بدیم. باید تعریف متفاوتی ارائه بدیم. دقیقاً. خب ایده دارین چه چون من واقعا اینطوری هم که یه سری چیزا که میگن توی کانتکستش معنی پیدا میکنه و با مثلا تضادش تعریف میشه از این بحث فلسفی. این پیپر هم خب ژانرش خورده فلسفیه دیگه. من اصلا بحثم اینه که شاید نمیدونم اینا خیلی اشاره نه توی پیپر کردن نه توی اون تاک بکنم، خیلی تا که خودشون خیلی چیز نگفتن. من حقیقتا نمیدونم اگه انوایرمنتی وجود نداشته باشه مفهوم ایجنت اصلا یعنی چی. یعنی ما اصلا توی تمایزمون میگیم انوایرمنت و ایجنت هست، این دو تا اینتراکت میکنن. یعنی انوایرمنت هست، یعنی حداقل برداشت من از پیپر این بود که دنبال این نیست که بگه انوایرمنت نیست یا آرکیتکچرش رو نمیشناسیم، دنبال یه مدل مثلا حد فرمال واسه یه ایجنت که بتونه با اون چیز کنه. یعنی مثلا یه سری ببینه مثلا اپتیمال آرکیتکچر واسه یه ایجنت چیه، مثلا یه جوری روش کار کنیم. برداشت من این بود. نخون یه چیزی رو توی پیپر گفته بود ما اگر بیایم سراغ ایجنت سنتری کانسپت ها ما مدل فری و مدل بیس رو هم نمیتونیم جدا کنیم. من میگم اگر انوایرمنت باشه تعریف داره دیگه، مگه تعریفش این نیست که بیا ترانزیشن فانکشن لرن کنه یا کیو فانکشن یا پالیسی. خب پس انوایرمنت باشه ما میتونیم بگیم مدل فری و مدل بیس فرقشون چیه. زمانی نمیتونیم بگیم که انوایرمنت نباشه. یعنی برای حالا متن پیپر رو بیاریم. یه سری حرفای خیلی جالبم بچه‌ها توی چت باکس زدن. با آرش بود چیزا. آره اینا هم به نظر حتما مثلا یکی از چیزایی که به نظر من خیلی جالب بود گفتن که بیایم تعریف تسک رو کلی‌تر کنیم، به جای اینکه با یه دونه محیط مثلا چیز باشیم کار داشته باشیم با یک دیستریبیوشنی از محیط‌ها سر کار داشته باشیم.
یا دیستریبیوشن یا تاسک سر کنیم. این میشه تقریبا کانتکستوال ام دی پی میشه. آره یه ذره مثلا فراتر میره. یا یه نفر دیگه که من انتقادی به این وارد کنم، بازم داریم رو محیط صحبت میکنم. آره میگم باز تمام اینا داره. یه صحبت خوبه دیگه یه نفر از دوستان گفتن اینکه باید فکر کنیم خود انسان هم مثلا یعنی به انسان به عنوان یه ایجنت فکر کنیم. درست. مثلا به دنیای خیلی بزرگی که باهاش داره اینتراکت می‌کنه اون محیط فکر کنیم. ما یه دونه تاسک نداریم دیگه زندگی. درست. اولا عمرمون خیلی طولانیه. بعد مثلا شاید 10,000 تاسک مثلا باهاش شاید هم چند مثلا 100,000 تاسک رو باهاش مثلا روبرو میشیم و اینا همش با هم داره یاد گرفته میشه، مثلا که همش با هم تو یه ایجنت رو یاد. یعنی اینجوری نیست که سپریت باشه، مثلا شما یه سری ام دی پی داشته باشید. اون قبلیه میگه آقا این ام دی پی کوهرنت باشن، یه سری ام دی پی که مثلا حول یه موضوع میگردن، اینستانسییشن های یه مثلا، ولی حالا جزئیاتشون با هم فرق میکنه. اینجوری میگه آقا اصلا همه مسائل همه چی رو با هم ریختیم توی یه مثلا متاوردی، همه ام دی پی ها رو با هم ریختیم توی متاوردی و بعد این ایجنت داره یاد میگیره توی این محیط. من یه چیزی که دارم این که ما خود انسان هم دقیقا اگه بذاریم مثلا فرض کنیم دارم انسان رو کره زمین یه سری چیزها یاد میگیره، خب از یک سری از بخش‌های این چیزهایی که یاد گرفته میتونه در مثلا یک کره دیگه استفاده کنه. یعنی این رابطه بین انوایرمنت ها رو اگر بتونیم بیاریم حالا دقیقاً توی هم موضوعات به دست بیاریم، این ایجنت قابلیت اکسپند شدن داره به انوایرمنت های مختلف. چون اینکه انوایرمنت رو کلا پاک کنیم نتونیم مثلا ایجنت رو درست تعریف کنیم دقیقاً تا به خود تعریف ایجنت، اما اگر بتونیم روابط بین انوایرمنت ها رو به درستی به دست بیاریم شاید بشه اون ایجنت همون قابل اکسپند شدنش باشه و این شکلی بتونه شاید اگر یک خانواده‌ای از مجموعه‌های انوایرمنت ها داشته باشیم و روابطی بین اینها باشه و ایجنت یاد بگیره که از کدوم یکی از این انوایرمنت ها چه شباهتی با حالا اون انوایرمنتی که توش لرن شده داره، به نظر این هم یه دید متفاوت‌تری است. یه چیز دیگه من بگم، ببین من حسم اینه، منظور این چیزی که شما دارین میگین اینه که یه سری ویژگی برای ایجنت تعریف کنیم که تهش به همین چیزایی که دوستامون میگن برسه، شبیه اینا باشه. مثلا یه چیزی که حالا همیشه برای من سواله، میگم برای خیلی هم سواله و خیلی هم دور از دسترسی، مثلا بحث کانشسنس. مثلا ما میگیم آقا یه ایجنت ما کانشس هستش یا کانشس نیست. خب چند تا شما میدم شما اینجا نوشتین، مثلا بریفز، نمیدونم باونددنس، کانسیستنسی. من حقیقتش اینو دیدم یکم این حسو گرفتم که مثلا اینکه شما بخواید یه سری ویژگی برای ایجنت تعریف بکنید، بگین این ایجنت اگه این ویژگی ها رو پیدا بکنه ایرسپکتیو اف اینکه مثلا مسئله چیه، محیطا چیان، خب یعنی فارغ از محیط این ویژگی ها معنی پیدا میکنن و میتونن فایده داشته باشن. مثلا اینکه کانشسنس داشته باشیم خیلی به نظر میاد فایده داشته باشه، حداقل تو تسکایی که مثلا انسان خودش میخواد حل بکنه. چقدر این حرف درسته؟ تو حالا نظر من اینه که حالا بحث کانشسنس که کلا یه بحث فکر کنم سنگینیه که اصلا فکر کنم بهش میگن the hard problem of consciousness. نمیدونم حتی فکر کنم بودن که مثلا ام پی هارده کانشسنس میگن آن دیسایدبل، حتی دیسایدبل ام پی هارد هم میگن آن دیسایدبل. همین یعنی تعریف فرمال نداره، اصلا بحث سر اینه که کانشسنس چیه. حالا آره اون یه خورده حالا کانشسنس فکر کنم کیس خاصه، ولی بقیه چیزایی که اینجا گفته مثل کانسیستنسی من حس می‌کنم منظور اینه که ایجنت پروسه لرنینگش یهو یه چیزی رو فراموش نکنه، یهو مثلا یک قابلیتی که داره رو از دست نده. خب ما اینو قبلا بررسی کردیم، کار تی آر پی همین بود دیگه. تی آر پی میومد با گذاشتن در واقع یه دونه تراس ریجنی حول حوزه لاس باعث میشد که ما نریم یه سمتی که مثلا ایجنتمون قرار بوکسور باشه بعد راه رفتن یاد گرفت، حالا که میخواد موکس زدن یاد بگیره راه رفتن هم از یادش بره. این مشکل رایجی بوده توی آر ظاهرا و مثلا الگوریتم‌های پی پی و تی آر پی کارشون این بوده که همینو حل کنن. پس این کانسیستنسی رو یه جوری داریم، ولی حالا شاید اینکه این فرمال دفینیشن نداره یا نمیدونم، شاید این بیشتر موضوع بحث. درسته. یعنی فرمال دفینیشن برای یه سری از پراپرتی های ایجنت تعریف می‌کنیم که به شکل کلی و فارغ از انوایرمنت معنی بده. معنی بده. یعنی اون ویژگی‌ها معنی بدن فارغ از اینکه انوایرمنت اون چی باشه.
من حسم اینطوریه بیشتر و مفید باشن قاعدتا دیگه. آره میشه پراپرتی مثلا انواع اصلا پراپرتی تایپ مثلا مثال میزنم مثلا شما میتونید یا ایجنت من یه شبکه عصبیه که مثلا لیپشیتس یه تابع لیپشیتس خیلی مثلا رفتارش شاید تا حدی نمیدونم حالا شاید کانسیستنسی رو برای یه چیز دیگه رزرو کردیم، من این کلمه رو اشتباه دارم استفاده میکنم، ولی مثلا فرض کنید یه ایجنتی که تو استیت اسپیس یوهو مثلا از این رو به اون رو نمیشه، خب ولی مثلا ویژگی لیپشیتسنس مثلا میتونه داشته باشه، ولی شاید اونقدر مفید نباشه مثلا تو کانتکست آر ال، شاید مثلا تو همه محیط‌ها مثلا مفید نباشه. یه ویژگی هایی که مثلا این جنرال تو خیلی از جاها مثلا مفید باشه. درست. حالا چرا همین که یک مدلی که میاد پالیسی رو مدل میکنه چرا نمیتونه ویژگی اصلی ایجنت اون باشه؟ یعنی چه چیزی فراتر از همین میخوایم تعریف کنیم؟ من اسم میکنم ما الان با این پیش‌فرض که ما یه تابع پالیسی داریم و اون به عنوان ایجنت، تعریف ایجنت الان همون تابع پالیسی است، چیز بیشتری دست کم الان نیست. همین من با این مخالفم. همین دوست صحبتی هم که گفتم ببین خود اون الگوریتم یادگیری هم جزء ایجنت دیگه نیست. خب پس شاید مثلا بهتر ایجنت رو اینطوری تعریف کنیم مثل خود MVP که یه چند تایی تعریف می‌کنیم، ایجنت هم یه چند تایی تعریف کنیم که بگیریم یه پالیسی یه لرنینگ الگوریتم مثلا حتی مثلا میشه چیز کرد، میشه اون پالیسی که باهاش دیتا داره جمع میکنه با اون پالیسی که مثلا اینترنال ریپرزنتیشنشه که تهش پالیسی یاد گرفتن جدا بکنیم که میکنن هم این کارو دیگه. درسته. بیهیویر پالیسی رو جدا بکنیم، خودش رو جدا خود مثلا پالیسی که داره یاد میگیره جدا بکنیم، لرنینگ الگوریتمش رو جدا بکنیم، نمیدونم چیزای دیگه هم میشه مثلا براش فکر کنیم، یعنی یه چند تایی چی. آره به نظر منم مثلا شاید منظورشون همینه که همه این فاکتورایی که برای اون ایجنت دخیله رو احتمالاً بیایم حساب کنیم، نه اینکه صرفاً بیایم همون تابع پالیسی رو در نظر بگیریم. ولی خب همون تابع پالیسی هم ما خیلی میجرمنتی روش نداریم دیگه. میجرمنتش فقط اینه که اپتیمال پالیسی هست که مثلا ریترنی که برمیگردونه به ازای کسی که خاص چیه ولی فانکشنش چیه. آیا میجر دیگه روش داریم؟ حالا مثلا اگه شبکه عصبی ارزش چیه، طولش چیه، مثلا در همین هست دیگه. ببخشید یه چیز دیگه هم بگم، الان حالا دوستمون آقای اسدی گفتن کتاب راسل ایجنت ها رو یا مدل بیسن یا گول بیسن یا یوتیلیتی بیسن. جلسه اول درس هوش مصنوعی همیشه هم میگیمش و خب همشون به محیط وابستگی دارن. من به نظرم اگر الگوریتم یادگیری ایجنت هم جزءش ببینیم از محیط مستقل میشه. چرا؟ چون یه ایجنت با الگوریتم یادگیریش مستقل از محیطش معنی میده. درست. خب اون چیزی که در نهایت ایجنت بهش کانورژ میکنه یه بحثه، میگیم آقا مثلا این ایجنت مثل این میمونه که شما بگید آقا انسان به خودی خود معنی داره. حالا فارغ از اینکه من تو این دنیا بذارمش، برم کره ماه بذارمش، ببرم مثلا یه جای دیگه بذارمش، خب چون اون یه اینترنالی تو خودش داره. شما کره ماه اگه ببریش یا مثلا کره ماه نگم بگم مثلا ایران بذاریش یا ببریش آمریکا بذاری، ادپت میکنه خودش رو به اونجا و تمام شروع میکنه اون مسئله رو حل کردن و فارغ از اون محیط معنی میده. من خب نداره صرفا یک الگوریتم لرنینگش قوی‌تره ولی باز هم کار مویز معنی نمیده. این یه بحث است که حالا داریم بحثش میشه. من به نظرم یه بحثی که این بدون انوایرمنت ایجنت معنی میده کلا. شما بازم دارید توی از شما بحثتون اینه که بین انوایرمنت‌ها که جابجا می‌کنیم همچنان خوب کار کنه. این اصلا فکر کنم میشه داگمای دوم که صرفا یه سولوشن برای یک مسئله نده یا کانتینیوال لرنینگ داشته باشه. ولی بحث اینه که حالا من این لحظه صفحه پیپرم شیر کنم، اینو من نشون بدم صرفاً کدومه زوترو کو من گیرم رو همین یه جمله است، یعنی اینه که میگم احساس میکنم داره جدا میکنه. without such ground currently we struggle to even precisely define and differentiate between key agent families such as model based and model free agents. میگه که اگر ما بیایم یعنی حالت بالاترش هم داگمای یک درسته. این داگمای یک. خب همین وقتی شما اون الگوریتم رو دخیل بکنی قطعا دیگه بین مدل بیس و مدل فری میتونید تمایز قائل بشید. چون مثلا خود اون الگوریتم یه قالبی پیدا میکنه برای مدل فری یا برای مدل بیس یه قالب دیگه پیدا میکنه.
یعنی من احساس می‌کنم الگوریتم رو وقتی جزء تعریف مدل نیم جزء تعریف ایجنت نمیاریم باعث میشه که نتونیم بین چیزهای مختلف تمایز قائل بشیم، نتونیم یه دسته‌بندی از ایجنت داشته باشیم. خب خیلی هم الگوریتم آخه بیرون از این میارن، یعنی میگن آقا یه نفر از بیرون نشسته خب داره ایجنت رو دستکاری میکنه و ایجنت یه چیز درست میشه میده. چرا اینجوری میکنه که ایجنت اصطلاحاً اتونومسه، خب یعنی اونه که داره این کارا رو میکنه، ما نیستیم که از بیرون اینو چیز میکنیم. یعنی اتونومس بودن به نظر من یعنی شما میگید چون لرنینگ جزء ایجنت در نظر گرفته نشده این پیپر داره همچین ادعایی میکنه. یه بخشی حداقل همین جمله‌ای که مثلا به عنوان مثال شما آوردین مدل بیس و مدل فری رو نمیشه تمایز بینشون قائل شد، دیفرنشییتشون کرد، به خاطر اینکه اون داره اینجوری نگاه میشه که یه نفر از بیرون داره اینا رو درست میکنه، یعنی اون اسپسیفیکیشن روشی که داره مدل رو ترین میکنه خارج از ایجنت رو ترین میکنه، خارج از ایجنت قرار گرفته. در حالی که اگه داخل ایجنت ببینیمش یه داستان دیگه میشه. اصلا ما یه وقت داریم میگیم که یه داگمایی داریم که وقتی روی چیزی ترین میکنیم روی چیز دیگه، مثلا روی چیز دیگه ترین میکنیم قبلی یادش میره. یه داگمای منطقی میتونه باشه. ولی این داگمایی که گفته اصلا چه سودی برای ما داره؟ اینکه بریم ایجنت رو مدل بکنیم چه سودی میتونه واسه داشته باشه؟ من حسم اینه اولا دایگما نبوده، مثلا متد ما بود، مثلا دایگما یه چیزیه که ما بهش یعنی به یه طریقی داریم انجامش میدیم، یه پیش‌فرضه که اوکی ذهن ما رو محدود می‌کنه، یعنی اون که حالا درست من اشتباه مثلا دایگما یعنی مثلا مثل اینکه یک تسک خاص مثلا ما یه چیزی ترین کنیم فقط این دایگما رو داریم دیگه. درست میگم الان بحث اینه که همه چی الان داگما یک داره میگه همه چی به انوایرمنت وابسته است، ایجنت خودش تعریفی نداره و پراپرتی هم نداره. الان اصلا شما بحثتون اینه که اصلا که چی، حالا ما برای ایجنت پراپرتی و اینا در میاریم که چی که داگما رو برداریم چه چیزی میتونه واسه ما داشته باشه. مثلا من میگم اگه ما بتونیم این ایجنت رو تعریف دقیق ازش ارائه بدیم و بتونیم میجرمنت کانسیستنسی رو روش بذاریم، بعد بهتر میتونیم بگیم مثلا الگوریتم TRPO بهتر از DQNه چون توی فضای لاس داره با احتیاط جابجا میشه. ولی الان که این میجرمنت رو نداریم تعریفاً درست میگم. بله. یه چیزی کنم اصلا بحث این پیپر اینه که ما وقتی انوایرمنت فرضاً MVP گذاشتیم کل مدل سازیمون رو MVP و تمام این الگوریتم‌ها در ادامه دارن. یعنی اگه ما این فرض رو عوض کنیم، یعنی بیایم روی آرکیتکچر ایجنت برنامه بذاریم، مثلا الگوریتمایی که میدیم یه چیز متفاوته، یعنی دیگه اصلا نمیخوان برن که روی MVP سوار شن. بحث این الان این خیلی قشنگی بود. یعنی شما مثل اینکه یه ریل گذاری رو انجام میدی که باعث میشه الگوریتمایی که میان چون آگاهن که همچین ایجنت رو شما این شکلی تعریف کردین اصلا روششون متفاوت میشه. بذار من یه مثال بزنم. فرض کنیم ما همین بحثی که گفتم که خود الگوریتم لرنینگ رو فرض کنیم جزء ایجنت ببینیم. خب بعد فرض کنیم این کسی که میخواد بیاد از بیرون رو ترین بکنه فقط هدفش این نباشه که این پالیسی رو فیکس بکنه، اصلا هدفش این باشه که اون الگوریتم رو پروگرام بکنه. این تو فضای الگوریتم‌های مختلف داره سرچ میکنه خب و یه الگوریتم میخواد پیدا بکنه بذاره اونجا که اگر این ایجنت بره با اون الگوریتم توی محیط‌های مختلف کار بکنه موفق بشه. این یه جور یه متا اینتلیجنسی رو ایجاد میکنه که نسبت به اون اینتلیجنسی که خیلی تیلور باشه به یه محیط خاص معنی پیدا میکنه. شاید اگه نمیدونم تونستم اون حرفی که شما میگفتید اصلا ربطش بدم به این بحث خودم. آره دقیقاً اصلا میتونه اون الگوریتم هم پروگرام شده نباشه، مثلا میتونیم آرکیتکچر مثلا یه ساختاری باشه که دیستریبیوتد باشه و هر کدوم از اون بخشایی که داره مثلا لزوما اینتلیجنت نباشن ولی اینتراکشنشون با هم یه چیزی رو ایمیج کنه که اون رفتار اینتلیجنس نشون بده و در نهایت اینتراکشنش با محیط خودشون الگوریتم رو دیولپ کنه. یه همچین چیزی من دارم برداشت من از این. حالا راستش من یعنی یه کتابی هم قبلا گفتم داره میخونه باشه، کتابی از مورینسکی نوشته The Society of Mind. یعنی دقیقاً بحثمون هم اینه، یعنی اون میخواد دقیقاً بیاد ببینه که ما ریزترین اجزایی که میتونیم داشته باشیم که باهاش اینتلیجنس رو تفسیر کنیم و اونا خودشون به خودی خود اینتلیجنت نباشن
که ما نیام چون لوپ به وجود میاد. اگه خودمون رو وصل کنیم به یه چیز اینتلیجنت نمیتونیم وقتی اینتلیجنت رو تعریف خیلی عالی گفتید، خیلی عالی گفتید. و این من حالا برداشت من از این پیپر باز از اون سبک بود، حالا شاید چون چیزی بگم ترایل‌های من متفاوته، ولی حالا از اون ور که نگاهش می‌کردم مثلا حتی باوندری ایجنت، مثلا ما خودمون رو به عنوان یه آدم که ببینیم، مثلا ما خودمون مثلا یه سلفی داریم، مثلا میگیم آدم، مثلا داخل خودمون مثلا چند تا سلف مختلف داریم، مثلا توی دوره‌های مختلفمون اون ابسترکشنی که داریم متفاوت، مثلا بخش‌های مختلف مغزمون اینتراکشن‌های مختلف دارن، مثلا ممکنه یه بخش از وجودمون حالا کل ما نشه چیزمون، یعنی خود ما هم بخشی از انوایرمنتمون باشه، واسه یه تیکه از سلف، مثلا یه تیکه من دستم که پاره میشه، مثلا اینم میشه انوایرمنت یه قسمت از شبکه عصبی من که اون میاد اینو در نظر میگیره به عنوان انوایرمنتش، دیگه حالا برو به این شکل حالا ترمیمش کن الی آخر. یعنی ما انگار چیزی، یعنی به عنوان درست فرض می‌کنیم یه تیکه یه پارچه‌ایم، حالا اون سلفه رو حالا تو ساختار مثلا کاگنیتیومون می‌سازیم، ولی این لزوماً یه ساختار یه پارچه نیست. یعنی اگه نگاه کنیم می‌بینیم خودمون هم شاید چند تیکه باشه. مثلا یه بحثی که میگیم مثلا باوندری خیلی مهمه همینه، مثلا ما اون باوندری رو چجوری چیز کنیم، تعیین کنیم. باوندری این چیه؟ کس قشنگ‌ترین سوالش همین باوندری اصلا ایجنت انوایرمنت اصلا چیه؟ ما خودمون مثلا هر تیکه از شبکه عصبیمون مثلا می‌تونیم بخش‌های مختلف مغزمون مثلا یه باوندری بگیره، مثلا فانکشنالش رو باوندری بگیره، بقیه رو محیط بگیره. بعد یه چیز دیگه هم بگم، حالا باز مرتبط به اون بحث که چرا مثلا این فرق میکنه که ما ایجنت سمتش مدل سازی بکنیم. ببین ما یه بخشی از هوشی که به دست میاریم تو تعامل با اجتماعه. خب یه بخشش کارهایی که مثلا شخصی انجام میدیم، فعالیت‌های شخصیه و مثلا یه سری اسکیلا رو اکوایر میکنیم، یه سریش اینتراکشن‌های اجتماعیه. ما اگه مثلا ایجنت رو چیزی ببینیم که غیر از این که مثلا داره یه اکشنی رو پروپوز میکنه بر اساس استیت، مثلا فرض کنید یه ماشینری دیگه هم اضافه توش در نظر بگیریم که یه مسیجی هم در واقع میفرسته و یه مسیجی هم میگیره. خب اگه این شکلی بهش نگاه بکنیم، یعنی اون فرمالیسمی که داره ایجنت رو تعریف میکنه متفاوتش بکنیم، باز مثلا ما رو میتونه سمت یه سولوشن‌های دیگه‌ای ببره. حالا اگه یکم مثلا تو بیگر کانتکست هم بذاریمش، مثلا ما چیز دیگه مثلا تنها موجودی نیستیم، مثلا ما یه چیزایی رو از اِوولوشن داریم، مثلا چندین میلیون سال مثلا این آرکیتکچر ما رو ساختن، ولی این آرکیتکچر هم مثلا با تعامل با انوایرمنت بوده و نه یه ایجنت، مولتی ایجنت بودیم، نه یه اسپیشی، مولتی اسپیشی بودیم و اسپیشی هم مثلا تو دوران مختلف همه اینا رو هم جمع شده. یعنی این آرکیتکچر یه چیز خیلی پیچیده‌ایه. حالا ما اگه می‌خوایم بیایم مثلا بگیم یه ایجنت هوشمندی داشته باشیم، مثلا همه این یعنی می‌خوایم اون ایجنت رو تعریف کنیم، باید ببینیم اون توی آرکیتکچرش چجوری می‌خوایم اینا رو داخل کنیم. یعنی اون آرکیتکچرمون می‌خوایم که طول زمان ایوالو کنه. اگه می‌خوایم کانتینیوال لرنینگ باشه، باید اونم اینجوری باشه. مثلا ممکنه مثلا یه سری ویژگی‌ها داشته باشه، مثلا به درد نخور منقرض شه، مثلا تو اینتراکشنش یه سری چیزا ببینه خوب، اون چیزا رو یه جوری بیاد تو مموریش اونا رو نگه داره و ببره نسل بعد. همه این بازی‌ها رو توش هست. یعنی من قضیه برام خیلی پیچیده‌تره. نه توضیحاتی که دادی برای منم جالب شد که مثلا که بیایم انقدر ریز کنیم. خیلی آره به دکمه‌های دیگه هم برسیم. خب بریم سر بعدی. فقط من اینجا بگم که توی حالا پاورقی این پیپر بعضن نکات خیلی جالبی می‌نویسن دوستان، ولی خب دیگه کاش یه چیز کنن، یعنی دستشون رو بیارن بالا صحبت کنن، چون سخته برای ما هم بخونیم و صحبت آره بعد تعدادم آخه زیاده، یعنی 40 نفر هستن. اگه خواهش کن اگه کسی به نظر توی تایم‌های خاصی نگه داریم. حالا فعلا چون با اون دو تا دکمه دیگه هم بخوایم برسیم اونا بریم بعد دوباره برمیگردیم. من پس یه خورده سرعت میدم به کار. فقط این که حالا اینم به نظر من جالب بود میگم بریم. این مسئله فقط مسئله خاص AI نیست که ما الان انوایرمنت داریم داخل میکنیم یا ایجنت، بحثیه که توی روانشناسی هم هست. ما روانشناسی رفتاری داریم، اینایی که میان رفتار رو بررسی میکنن و میگن فلان رفتار باعث میشه فلان اتفاق بیفته. یه روانشناسی منتال هم داریم، حالا فکر کنم لفظ بهترش شاید کاگنیتیو باشه، نمیدونم معادل هست اینجا یا نه. و در میگه توی خود روانشناسی این بحث هست که آقا نه اینه نه اونه، یک ایجنسی رو باید بررسی کنیم. خب این بحثا حالا خیلی هاشم بر اساس اصلا خود آقای ساتن توی سال 2022 یه پیپری داده که بیاین یه دفینیشن از ایجنت ارائه بدیم و کلا خیلی جالبه که توی اون پیپر فکر کنم اشاره میکنه که باید کامپتیبل باشه با بحث روانشناسی و فلسفی و اینا، یک همینطوری چیز خالی نباشه. من دوباره سریع برم روی اسلایدها یه خورده صحبت بدیم.
بحث دوم حالا آرش اگه میخوای بگی یا من ادامه بدم؟ تو برو من. اوکی، پس دیسکاشن این بحث با خودت، چون بس حالا آرش خیلی بیشتر هم کار کرده. اینجا یه بحث، یک داگمای دیگه که میگه هست توی آرل اینه که تا الان هر پیشرفت خفنی هم که تو آرل بوده تو حل یک مسئله بوده. ما تو بازی چس که ترکوندیم، گو ترکوندیم، حتی 2-2 که یک بازی استراتژی خیلی سخته، اوپن ای با پروژه اوپن ای 5 فکر کنم چمپیون انسانیشو برد. و الان تو بحث و فقط هم بحث سیمولیشن کامپیوتری نیست، الان تو بحث درون هم چند وقت پیش یه آزمایشگاه تو ETH بود یا یونیورسیتی آف زوریخ، یکی از این دانشگاه سوئیس بود، اومدن درون ریسینگ خیلی کار سختیه. یه سری درون هم که با هم ریس میکنن، یه سری گیت رد میشن و برای پایلوت انسانی هم کار وحشتناک سختیه. بعد آرل میتونه خیلی خفن مانور بده و ما خیلی پیشرفته خوبی تو آرل داشتیم توی حل یه سینگل تاسک، ولی بحثی سر اینه که خب ما باید دیگه از این پارادایم تقریبا خارج شیم و بریم سر این پارادایم که حالا بچه‌ها هم صحبت کردن توی داکمنت قبلی درباره‌اش، اینکه آقا این اندلس ادپتیشن داشته باشه، همواره لرن کنه، به قولن دیگه کانتینیوال لرنینگ داشته باشیم، نه استاندارد. اینا خب بحث دیگه هست که میشه و خب حالا من یه چیزی بگم، یکم حالا این حرفشو میخوام یکم مخالفت بکنم، نه به معنی که نباید بریم سراغ اون بحث کانتینیوال، چرا باید بریم سراغ، ولی به عنوان یه آدمی که تو صنعت هم هستم، آرل خیلی فضاییه برای صنعت. یعنی حتی همین چیزایی که مثلا ما میگن ما یه دونه سینگل تاسک رو حل میکنیم، در واقع کیسایی که نمونه‌های موفقه، من مثلا برم با افتخار سرم بالا بگیرم بگم آرل آقا این 3 تا مسئله دنیای واقعی رو حل کردی، شاید 2 تا 3 تا مسئله، یه سرش که بازیه نمیتونم خیلی چیز بکنم، بالاخره بازی ویژگی داره که یه آرتیفکت بشریه، یه بشر ساختتش، یه ذره مصنوعیه. خب شاید نمیدونم تنها جایی که بشه یکم مثلا چیز کرد همین درون ریسینگ است. آره، و اونم باز یعنی میدونی مثلا من یه شرکت کوانت حالا تو حوزه فایننس، یه شرکت کوانت گنده سراغ ندارم که مثلا 4 تا مثلا رفته باشه یه ایجنت آر ال بالا برده باشه بعد بگی آقا من با این مثلا وارن بافت رو مثلا دارم شرکت وارن بافتی که مثلا داره مثلا ترید میکنه و فلان اینا، من مثلا این درست کردم داره تو فایننس مثلا اینو شکستش میده. خب این یه سینگل تاسک دیگه. خب یعنی میخوام بگم حتی همون سینگل تاسکا رو هم من حس میکنم هنوز درست حل نمی‌کنیم. خب سینگل تاسک دنیای واقعی ها، یعنی مثل اینکه ما یکم صورت مسئله‌مون خیلی مصنوعی، یعنی شما شکلی که گذاشتی همه چیزن دیگه، نگاه کن همش گیمه یا مثلا همش گیمه بلا استثنا، همش گیمه، یعنی یکم بیش از حد تای شده به کاربردهای مصنوعی. خب حالا من واسه این حالا یه توجیهی که در لحظه به ذهنم میرسه اینه که یکی این که توی صنعت، حالا من مثلا یه جای دیگه که کاربرد آرل رو دیدم، فکر کنم گوگل داره دیتا سنتراشو با آرل خنک میکنه، یه کاری با یه ربطی هم به دیتا سنتر داشت هم به کولینگ، یعنی همه جا وارد شده، همه جا. شما نگاه چقدر کار برده. ولی آره میخوام بگم به زحمت مثلا باید بریم زهره می‌ریزیم شما مثلا بگی آقا گوگل داره این کارو میکنه. درست. یا حالا من یه مثال دیگه هم یادم اومد، فکر کنم تو ضرب ماتریسا، اونم مثلا با آر ال اومدن سریعش کرده بودن. یا حالا خود چت جی پی تی دیگه که آره. با آر ال یا مثلا بحث آر ال، حالا آر ال رو نمیشه خیلی آر ال فول اسکیل نگاه کرد، ولی یه چیز بامزه تره دیگه. یه بحثی بود که فکر کنم تو همین تاکی که گفتم بحث ریتروسپکتیو انالیسیس آف مالتی ایجنت آر ال در واقع گفته بود. یه بحثی که حالا رو به آینده یکم پراسپکتیو بود، این بودش که LLM وقتی مالتی ایجنت میشن دارن کارایی میکنن که یکم عجیب غریبه. یه مقاله هم فکر کنم مثال زد که
در واقع توی بحث دیپلماسی مثلا ازش استفاده کردن. نمیدونم دیدین این کار رو یا نه. این کار معروفی 2022 فکر کنم اومده. ما دیدیم این کار رو ولی کامل نخواهیم سایتش رو آره مثلا، ولی به زحمت میشه اینا رو پیدا کرد. یعنی شاید خود دموکراتایز کردن RL خب خود همین باعث بشه RL یکم از این قالبه بیاد بیرون. حالا درسته اون کانتینیوال RL یه چیز مهمی میره مثلا به سمت اینتلیجنس های بالاتر، ولی همینم به نظر من درست الان انجامش نمیده. حالا من در راسته این حالا چون مثال فایننس رو دادید آرش ببخشید اینو من فقط من حالا شما میدونید که آره دوست دارم حالا سعی می‌کنم مخالفت کنم باهاتون، ولی مثلا تو بحث فایننس خب ما اینپوت هایی که به آرل میدیم چیه؟ نهایتاً یک کرو در واقع اون حالا قیمت این سهم خاص رو میدیم یا شاید هم به 4 تا داده اضافه تر و کمتر. ما توییت ایلان ماسک رو به ایجنت آرل نمیدیم خب، ولی خب همون توییت ایلان ماسک و توییت ترامپ الان یهو مثلا سنتیمنت رو بهش نمیدیم. سنتیمنت نداره و من فکر یکی مثل آقای بافت اصلا همین طوری داره. حالا من در جایگاهی نیستم که یک مولتی میلیاردر تریدر رو بخوام بگم پیش روشش چیه، ولی بحثم اینه که انگار داده هایی هست و ما پارشلی ابزروبل هم که نگاه کنیم که پارشلی ابزروبل هم فکر کنم شرط اینه که هیستوری استیت رو دیفاین کنه دیگه. درسته؟ من میگم حتی هیستوری هم که میدیم من بازم دیفاین نمیکنه. یعنی اینفورمیشن لازم رو داریم به اون ایجنت آره توی اون مثالا نمیدیم. آره ببین من این چیز نکردم و من نگفتم که یعنی من با حرف شما کاملا موافقم. میگم این کارا رو نکردیم. شاید لازمه بکنیم ببینیم مثلا چی میشه. اصلا میشه فرض کنید که من برم سنتیمنت رو جمع کنم بیارم، داده‌های ماکرو اکونومیک رو جمع کنم بیارم، تمام اون چیزایی که با وارن بافت مگه کیه؟ یه آدمی نشسته الان 277 میلیارد دلار پولش نقد کرده. حالا باید ببینیم آیا به خاک سیاه میشینه یا نه. چون خیلی حرف دیگه نقد کرده، کش کرده پول از سهام آورده بیرون. ولی خب بالاخره اونم همینا رو دیگه. یعنی فاینانشال آنالیست که به دنیا نیومده. من میگم بریم بیاریم یه نفر این کارو بکنه. خب فضای آرئه خیلی بیش از حد فانتزیه. آکادمیک هم نگم، چون آدمای آکادمیک واسه کارهای به درد بخورن خیلی فانتزیه. خب الان مثلا یه سوالی که مطرح میشه، الان دقیقاً همین نکته‌ای که شما گفتید ما فقط بازی‌ها رو می‌تونیم، دلیل اینکه ما فقط بازی‌ها رو می‌تونیم این نیست که ما انوایرمنت آرلمون چیزای کوچیکی رو میگیره. یعنی مثلا میگم یه ایجنت مشکل از ایجنت واقعا یا نه، مشکل از اینه که اصلا آرل یک ساخت انوایرمنتش سخته. یعنی یک دقیقاً همون مدلی که شما همون اول سیمولیشن منظورتونه. آره همون دقیقاً سیمولاتور نمیشه داشت. آره نمیشه داشت. حالا مثلا دیپ لرنینگ میتونه داشته باشه، هر چیز دیگه که مثلا نیست یکی از داستان‌ها این نیست، ولی خب من به نظر خیلی نکته قشنگیه اینه که ما آرل رو کلا تو اوپن لوپ میتونیم اجرا کنیم. نمیتونیم. نکته بازی اینه که بازی خیلی سیمولیشن درست حسابی حتی از شطرنج مثلا به یکی که 2 سال هم کار کرده میشه میتونه یه چیزی بسازه بالاخره یه چیزی در بیاد. یعنی اون مشکل اون ایجنت و اون الگوریتمه که حالا میگم جدا میکنیم شاید نباشه. شاید مشکل از این باشه که ما نمیتونیم دنیای واقعی رو یا حالا اون فضایی که داریم خوب بیایم بدیم با یه سیمولیتش کنیم که ایجنت بفهمیم. شاید این بیشتر من برای همینه که بحث آفلاین آرلم 1-2 ساعت خیلی آره و بحث سامپل افیشنسی هم به همین دلیل مهم میشه که آقا لازم نباشه چند میلیون بار مثلا یا چند میلیارد بار چیز بکنیم. خب کسی چیزی نگفته؟ آها یک بحثی که ایشون گفتن حالا نمیدونم پیپر رو خوندن یا نه، ولی اینکه ریوارد رو هم نمیشه تو دنیای واقعی تعیین کرد. حالا واسه این تاسکا که خب میشه منطقاً مثلا همین فایننس خب سود و ضرر ریوارد دیگه، ولی داگمای بعدی همین میگه که اصلا این ریوارد هایپوتزیسی که ما میایم باهاش چیز میکنیم اصلا لزوما همه جا نمیشه این کارو کرد. اون بحث سیمولیشن نیست بیشتر نمیتونی نه اون سیمولیشن بکنم بحث میشه ترانزیشن فانکشن توی ریوارد رو معمولا روی ورد مدل میگیرن درسته، ولی خب به طور خاص هم خودش یه سری کانسترینت مجزا داره. حالا مرتبط با صحبتشون هم که گفتن سیمولاتور نداریم، الان ادلما دارن همین مشکل رو حل میکنن دیگه. اینا دارن ورد مدل میشن، دارن یه جوری هم سیمولاتوری میشن.
منتها چالششون چیه؟ چالششون اینه که یه سیمولاتور ایدئال نیست. سیمولاتور ایدئال شما 1000 گام هم جلوتر برین این دقتش کم نمیشه، یعنی توی هورایزن با مثلا 1000 تایم استپ هم این چیز نمیشه. ولی به LLM که مثلا بگین خب حالا next استپ چیه، next 2 استپ چیه، next 10 استپ چیه، next 1000 استپ چیه، دیگه کم میاره. خب فرض سیمولیشن هم فرض محدود کننده نیست، چون ما بالاخره تو این دنیای واقعیه و بدون سیمولیشن میتونیم یاد بگیریم. یعنی شاید سیمولیشن هم لزوما اون جوابی نباشه، یعنی ما با دنیای واقعی رو به هیچ چیزی نمیتونیم سیمولیت کنیم. ما دامین نالج استفاده میکنیم و ریزنینگ دیگه که تو دنیای واقعی میتونیم کار انجام بدیم. برای اینا رو نداریم. ورد مدل‌های جالبی می‌سازیم. مثلا همین آقای وارن بافت که میگه من ازش اینترویو خیلی دیدم. مثلا یه چیزی که خیلی روش اشاره میکنه جهان بینیش، یعنی حتی من اینترویوهاشو با بیل گیتس هم می‌دیدم، مثلا دلیلی که با هم خیلی کانکت شدیم اینه که درسته مثلا اون توی فایننس کار میکرد، من توی سافت‌ور، اما چیزی که ما رو کانکت کرد اون ورلد مدلایی بود که داشتیم، یعنی دنبال این بودیم استیت جهان رو ببینیم مثلا چه اتفاقی میفته، چه جوری میشه. اون ورلد مدل من خیلی تو اینا خاصه و اون ورلد مدل رو درسته ما یه سری پایور داریم، ولی اون ورلد مدل رو حس می‌کنم میشه روش کار کرد. اون شاید اون ورلد مدل خیلی مثلا که اون ورلد مدل ادپتیو، یعنی اون ورد مدلی که نخوایم آپتیمایزش کنیم روی یه تاسک یا آره دیگه مدل گلوبال یعنی یه چیز کامل دیگه ورلد مدل باشه، ورلدش اسمال ورلد نباشه، گلوبال ورلد باشه، یه انوایرمنت خاص نباشه. آره با همین یعنی میتونه یه کانتر آرگومنت باشه که حالا اگه مثلا ما اون مثلا فرض ام دی پی ذهنمون رو محدود کنیم، مثلا رو آرکیتکچر ایجنت فوکس کنیم، از اون طرف هم دنبال رسیدن به چیز نباشیم، مثلا اپتیمال فانکشن نباشیم، دنبال ادپتیشن روی مثلا تسک‌های مختلف باشیم. مثلا همه اینا روی هم یه جوری امرج میکنه به یه آدم مثلا مثل وارن بافت. مثلا ما ببینیم مثلا کدومی یعنی کدوم چه جوری مثلا امرجنسی کدومی که از این اپتیمیزیشن و ادپتیشن ها رسیده به اون، که این باز مسئله سختیه ولی شاید خب حالا در راستای این دیاگرام که داشتیم که ایجنت اینم پالیسی اسپیس دیگه احتمالاً ما اینطوری میایم یه سرچی میزنیم و میرسیم به یه نقطه‌ای که اون پالیسی بهینه است. این توی آرل کلاسیکه میگه بس اینه که توی کنتینیوم آرل ما اینو نداریم، ما همواره باید توی این بیهیویرایی که ایجنت میتونه داشته باشیم اونور بریم و ادپتیو بر اساس شرایط اون لحظه چیز کنیم. بکنم ادبیاتش میشه نان استیشنری آرل دیگه، درسته؟ چیزهای مختلف هست. بکنم گول بیس آرل میتونه بشه که گول بیس آرل حالا ما تو درس آرل امسال ارائه میدیم، ولی پارسال که گفتیم مثلا اینجوریه که به یه گولی که میرسه و گول واقعا گولش نبوده میگه خب حالا فرض کنیم واقعا گول من بود و من بهش رسیدم. آره هایندسایت ریلیبلینگ دقیقاً HER هایندسایت ریلیبلینگ آره. ولی نان استیشنری هم میتونه مثلا چون هی مجبوری که رپرزنتیشن پیپر من لایف لاین لرنینگ رو گفته بودم، مالتی تاسک لرنینگ رو کانتینوال آره مالتی تاسک لرنینگ باشه. خب اینم که حالا دوتا رو کنار هم قرار داده و حالا اینو ما میگم ما سایده رو از پرزنتیشن اصلی برداشتیم. اینم میگه که دو تا حالت گیم داریم، یه حالت اینه که فاینایته و هدف بردنه، یه حالت این فاینایته که کتاب سایکولوژی راجع به اینه که زندگی مثل یه بازی اینفینیت که یعنی دنبال این نیستیم یه چیزی برسیم، بازی ادامه داره و نمیدونی که تمام میشه. مثلا همین فرض تو گیم توری مثلا همین میگم 50-50 بودنه باعث میشه بخوایم بریم جلو، هیچ وقت نمیدونیم که تمام میشه. پالیسی خوب تو همونم امرج میکنه. مثلا تیتس فور تاتس اگر گیم فاینایت باشه کار نمیکنه، ولی خب نباشه کار میکنه. حالا یک ادعای دیگه هم که حالا نویسنده کرده اینه که مسئله الاینمنت، که حالا مسئله اینه که فکر کنم یه جورایی فاین تیون کنیم مدلامون رو روی
بس انسانی دیگه. من تعریف دقیقی از الاینمنت نمیدونم ولی شهودم یک با ارزش‌های انسانی الاینش می‌کنه. دقیقاً با میگه پریفرنس حالا میتونم انسانی الزاما نباشه ولی مثلا بحث الاینمنت سادهش اینه که مثلا ما یه سری چیزا رو ولیو می‌کنیم و مثلا مدل زبانی ممکنه یا اون حالا هر مدلی که هست هر چی میتونه باشه الزاما مدل زبانی نیست یا توی آموزش می‌بینید خودش یکم تراز کنه با این ارزش‌ها توی جوابایی که تولید می‌کنه. همون RLHF میشه دیگه در واقع RLHF یکی از راه‌های الاینمنت. چرا میگه اینفینیت گیم؟ ادعاشو اثبات نکرد، فقط گفت اثباتشو داری آرش. اثبات نداره، فقط من شعور دارم. فکر کنم خودش هم گفت کلیمه. به آدم‌ها تو طول زمان ولیوهاشون نبوده، مثلا 1000 سال پیش ولیوهای یه چیز دیگه بوده، 1000 سال دیگه هم ولیوهای یه چیز دیگه است. بعد این الاینمنت یعنی ما الان نقطه بینه رو اصلا واسه خودمون آدم‌ها هم نمی‌دونیم، چرا که بفهمیم به ماشین بعد تو نقاط مختلف زمین جیوگرافیکی مثلا میتونه متفاوت باشه. بعد تازه تو خود یه جیوگرافی ممکنه کانسنسس نباشه، باز مثلا اینا رو هم جز اینفینیت بودنش می‌بینه، یعنی المنت‌های اینفینیت بودن ایناست یا یا زمانه، در طول زمان اینفینیت، در به تعداد آدما مثلا ما ولیو داریم به خاطر این اینفینیت، دقیقاً کدوم المانش اینفینیتش می‌کنه. اینو حقیقتاً توضیح نداده، مالتون با نظر شخصی بگید. خب خیلی توضیح خاصی به نده بود. خب میرسیم به بحث قبلی. همچنان اگه دیسکاشن میخواین داشته باشیم، اگر کسی نقطه نظری داره. چقدر مونده؟ آره تا 5 برسیم. چقدر میرسیم اگه مثلا میتونیم دوباره برگردیم و همه اینا بحث کنیم، یعنی اگه یه بار بریم بعد برگردیم مطمئن شیم کامل پوشش دادیم. خب میرسیم به داگما سوم که این داگما نبوده، هایپوتزیس بوده که یک هایپوتزیس خیلی معروف هم هست، بهش میگن ریوارد هایپوتزیس، که بحثش این بوده که هر هدفی رو حالا این هر هدف رو الان روش قید میزنیم در ادامه، ولی بحث این بوده که هر هدفی رو ما میتونیم به شکل اکسپکتد جمع دیسکانت شده یه سری ریوارد سیگنال در نظر بگیریم. این نگاه بهش مثل نگاه به، حالا شاید چون شما همتون آشناسی احتمالاً اتوماتا اینا پاس کردین، نگاه شبیه نگاه تز چرچ-تورینگه. اثباتی براش نداریم ولی دیگه انگار کسی هم باش مخالفتی نداره که هر مدل کامپیوتیشنی در نهایت فیت میشه به ماشین تورینگ. درست میگم دکتر؟ بعد یک همچین نگاهی هم توی آرل بوده که هر در واقع گولی رو میشه با این روش، دوباره تکرار میکنم، جمع دیسکانت شده یه سری سیگنال اسکالر، حالا اکسپکتدش به خاطر آنسرتینتی نمایش داد. و این یه عده سعی کردن بشکنن. ما مثلا یه کاری دیدم مثلا میگفت بیایم ضرب ریواردا بگیریم، یا دیدیم کارای این شکلی رو. بله میگن اصلا شاید صرفا دیسکانت کردن به این سبک، مثلا روش‌های دیگه مثلا هایپربولیک دیسکانت و یه چیز عجیب. آره توابع عجیب‌تر. حالا ضرب رو نمیدونم دقیقاً ضرب ساده نبود، یه کار عجیب‌تری می‌کرد. فکر کنم به توان میرسون در طول زمان یه کار اینجوری می‌کرد اگه، ولی اونم باز جمع میشه. یعنی اگه لاگش رو در نظر بگیریم باز یعنی ریوارد رو به شکل لاگ در نظر بگیریم. نوع دیسکانتش چه اهمیتی داره؟ یعنی حتی اون دیسکانت هم نگی، اگه زمان رو وارد استیت بکنی خب میتونیم بگیم که ریوارد در طی زمان اصلا داره کم میشه. چرا باید استیت دیپندنت کنیم، یعنی پالیسی رو خب چیدم بیان باشه. خب حالا این یه چیزی بوده که به شکل تز چرچ-تورینگ اصلا بهش نگاه می‌شده، انقدر یعنی اون شکلی در واقع بهش نگاه می‌شده، انقدر همه قبولش داشتن، تا اینکه این اواخر و حالا شاید هم خیلی قبلا نمیدونم از کی اینو بهش شک کردن و گفتن که آقا بیاین دیگه این واقعا مثل تز چرچ-تورینگ فضایی نیست، بیاین یه خورده بشکنیمش و ببینیم واسه گل یه تعریفی ارائه بدیم و بعد بر اساس تعریفی که برای گل ارائه دادیم حالا بیایم بگیم آیا میشه اون گل رو با این سبک بیانش کرد یا نه. بعد حالا اینا حالا دقیقاً این بود که فکر کنم اصلا بیایم تفسیر کنیم و بعد بگیم که تحت چه شرایطی این هایپوتزیسی که داشتیم. همین نویسنده‌های همین پیپر یا پیپر دیگه دارن به اسم
how to settle the reward hypothesis. یعنی این تلاششون واسه اینه که یه جوری پیش‌فرض‌ها رو بگن و یعنی به شکل تئورم در بیارن reward hypothesis. بعد میگه مثلا 2 تا فرض داریم واسه این که یعنی بتونیم مثلا فرمالایزش کنیم و 5 تا فرض دیگه می‌خوایم که اون برقرار باشه. اون پرفرنس برقرار باشه. خب میاد اول از همه یه تعریف برای هدف ارائه میده. میگه اصلا هدف یعنی چی؟ هدف یعنی اینکه ما یه تعدادی آوتکام داریم، بیایم یه اوردرینگ روی اینا بذاریم، اینا رو سورت کنیم یه جورایی. و بعد میگه هدف یعنی همین، یعنی اینکه صرفا یه اوردری روی آوتکام‌های ممکن داشته باشیم. و حالا من دورو بگم یا اول میگم هم بذارید میگم دیگه. مثلا پیتزا رو به نون ساندویچی مثلا اینا همینا شکلش دیگه ترجیح بدیم، یا مثلا کیس خاص شطرنج یک تراژکتوری و یک تراژکتوری دیگه ترجیح بدیم که خب مثلا بر اساس قوانین خود شطرنج مثلا زمانی که یه تراژکتوری دیگه رو مات کرده خب تراژکتوری برتر. اون هدفمون رو به شکل مقایسه 2 تا پرفرنس بتونیم در بیاریم. این هدف رو اصلا اینطوری تعریف می‌کنیم. گل یعنی این، میگیم توی آوتکاما کدوم به کدوم ارجحیت، حالا از نگاه اشخاص میتونه باشه یا بازی شطرنج که خب قوانین شطرنج تعیین میکنه. بعد میگه حالا چی میگه؟ یه دور بگو من این بحثش اینه که حالا ما یعنی اون واسه اون پرفرنسمون که میتونیم 2 تا چیز رو با هم مقایسه کنیم، یعنی در چه صورتی یعنی قابل تفسیر برامون. یعنی میگه در صورت اون پرفرنسمون اوکیه، یعنی میتونیم مثلا یعنی چجوری میتونیم تفسیرش کنیم به زبون مثلا ریوارد هایپوتزیس. میگه اگه 2 تا چیز رو بتونیم مقایسه کنیم، 2 تا آوتکام یا 2 تا تراژکتوری، در صورت این درسته که یعنی به شکل معادلش داشته باشیم اون ولیو فانکشنمون بیاد دقیقاً این 2 تا رو یعنی بتونه مقایسه کنه. یعنی اون ولیو فانکشنی که تعریف می‌کنیم اون مقدار عددی که در میاره، حالا به هر شکلی مثلا چه دیسکانتد باشه چه ضرب هر چیزی، بتونه این 2 تا رو دقیقاً وان با هم مقایسه کنه. گولمونه که ترتیب بدیم بهشون. آفرین، یعنی اون ترتیبی که رو پرفرنسمون داریم روی اون مقدار عددی ریوارد ما هم دقیقاً داشته باشه. میگه اگه مثلا یه ریوارد سیگنال رو بشه جوری تعریف کرد که اگر ما ولیو فانکشن تعریفش همین دیسکانت کردن جمع ریوارد، ریترن بهش میگن دیگه، دیگه تکرار نکنم. این ریترنه برای هر ایجنت همون ترتیبی باشه که ما خودمون ارجحیت داشتیم رو آوتکام. میگیم این ریوارد سیگنالیه که در واقع فکر کنم اون ریلیشن پریفرنس رو مدل میکنه. درسته؟ این در این صورت ولیده. یعنی باید این فرض رو داشته باشه که اون بتونه گول و پرپوزمون رو بتونیم باهاش تعیین کنیم، یعنی به اون مقدار عددیه تقلیلش بدیم و این یعنی مقایسه اون 2 تا مقدار عددی با پرفرنسمون رابطه با هم داشته باشه. یه سوال اینجا، گول میشه اون بهترین اون پرفرنس یا اون تابع فانکشنه؟ اگر بتونیم بهترینه، کجا نوشته بهترینه؟ یعنی چیزی از maximum of the expected value of the commutative sum of the received scalar signal. من اسم می‌کنم یه خورده شرط رو بازتر گفتن که کلا بتونیم هر اوردرینگ رو در بیاریم. نخواهید بحثش چیه؟ اینی که یک ایجنت یک آوتکامی داره، یک ایجنت دیگه یک آوتکام دیگه‌ای داره. خب اگر این ریوارد سیگنال رو به این 2 تا بدیم، اگر تو پریفرنس ما آوتکام این از آوتکام این یکی بیشتر بود، ولیو اینم از ولیو این بیشتر باشه. حالا شاید شما حرفت اینه که فقط بتونه بیشینه رو با بقیه دیستینگوش کنه. نه دقیقاً منظورم خود اون آبجکت گوله. اینجا گول گفته میشه ماکسیمایز اینا، نه اون فانکشن. اونجا گفته میشه اون چیزی که من دارم میشه ریوارد فانکشن. این چیزی که الان داریم به عنوان مقایسه ها، این چیزی که اینجا میشه delta out of as a maximization of the expected value of the commutative sum of received scalar signal. حالا اون اسکالر سیگنالی که داریم میگیم میشه این شکلیه که ما ریواردمون رو تعریف کردیم. این تعریفه میتونه متفاوت باشه. حالا به هر شکلی که تعریفش کنیم این رابطه وان آن وان باید داشته باشه با پرفرنس ما روی آوتکام‌های مختلف. خب حالا نای قضیه است. بحث سر این نمونه که حالا این پرفرنسی که داریم باید چه ویژگی‌ای داشته باشه که حالا ما بتونیم یعنی این مقایسه رو روش انجام بدیم. که
که فقط قبل از اینکه بریم من بگم که الان این بحثی که داریم می‌کنیم شاید اگه پیپر ببینید توی پیپر نباشه، توی تاک اصلی نویسنده است. چرا؟ چون هر سه تا داگما رو روش پیپر داره و فکر کنم پیپر رو اول دارن بعد این پیپر رو دادن یا اینو دادن پرزنت کردن اون دو تا پیپر پریپین. اون دو تا یعنی هنوز جای ثابت نشده بودن ولی خب داده بودن اون پیپر. آره یعنی اینو برای هر کدوم از این سه تا داگما اومدن یک بررسی مفصل تو پیپرهای دیگه دارن و بعد در نهایت این پیپر گفتن که این داگما رو باید عوض کنیم. انگار یه جوری خلاصی از اون شدن. اوکی بعد 5 تا فرضه که 4 تاش برمیگرده به یوتیلیتی تئوری وان نیومن و یه آقای دیگه که اسمش یادم نیست، مورگنسترن، که فرض اولش اینه که باید چیز باشه، یعنی فرض کامپلیتنسه، یعنی ما باید دو تا چیز رو بتونیم با هم دیگه مقایسه کنیم. یه لحظه من یه استاپی بدم. اینجا شما می‌خواید روی این پارشیال اوردرایی که دارین میذارین یه سری اکسیوم معرفی بکنین، بعد بگین آقا اون پارشیال اوردری که این اکسیوم ها رو برآورده میکنه یه ریواردی معادلش وجود داره. اینو می‌خوایم بگیم؟ میخوایم بگیم یعنی این در صورتی میتونیم این تبدیل کردن پرفرنسمون به ریوارد معنی داره که اون پرفرنسمون این ویژگی ها رو داشته باشه. این 5 تا ویژگی رو اون پرفرنس باید داشته باشه که ولید باشه، که بشه تبدیلش کرد به ریوارد. آره بشه تبدیلش کرد. خب اوکی. این مثلا بیگ پیکچر رو بگم که حالا قبل اینکه بریم توی دیتیلش که این اکسیوم چیه، میخوام بگیم اینا شرط کافی ان که اگه پریفرنس فانکشن یا پارشیال اوردر روی استیت ها داشته باشه میشه یه مپینگ 1 به 1 بین ریوارد ها به گونه‌ای تعریف کرد که اگه یه ریواردی بزرگتر از یه ریوارد دیگه باشه مفهومش این باشه که پریفرنس هم به همون نسبت در واقع بزرگتر. تو خود ریوارد ولیو فانکشنی که حالا بر اساس سیگنال ریوارد، آره ولیو فانکشنی که از اون ریوارد داره درست. این تعریفش فراتر از پارشال اوردر باشه یا صرفا نه اگر پارشال اوردرینگ این شرایط رو داشته باشه اونا برابر. اصلا بدون پارشال اوردرینگ گل تعریف نمیشه. گل اونطوری تعریف کرده اصلا ارائه. ما دو تا پرفرنس رو می‌خوایم مقایسه کنیم. اون پرفرنس بین اون می‌خوایم ببینیم اون آبجکتایی که می‌خوایم با هم مقایسه کنیم باید چه ویژگی داشته باشن که اصلا بتونیم این مقایسه رو بهشون انجام بدیم. حالا تو مثالا واضح‌تر میشه. مثلا کامپلیتنس، مثلا خود پیپر مثلا مثال میزنه که اون دو تا چیزی که می‌خوایم با هم مقایسه کنیم باید توی یه دسته باشن. مثلا میگه توی اخلاق مثلا چیش میگن خوشحالی و مثلا جاستیس رو نمیشه با هم مقایسه کرد. که مثلا توی مثلا زندگی عادی مثلا شاید راه رفتن روی مثلا ساحل یا مثلا چیزو صبحونه خوردن رو نشه مقایسه کرد. یعنی اگه ما می‌خوایم روی چیزی این پرفرنس رو بذاریم و مقایسهش کنیم باید اول قابل مقایسه باشه، یعنی توی فضای کامپلیتی باشه. بعد فرض دومش میگه باید ترانزیتیو باشه، یعنی ترانزیتیو باشه یعنی مثلا اگه پرفرنسمون مثلا A از B بیشتر بود، B هم از C بیشتر بود، A هم از C بیشتر باشه و اینا دور نداشته باشه. فرض سوم اینه که اینا از هم چیز باشن، ایندیپندنت باشن. یعنی مثلا میگم اگه من A رو به B ترجیح میدم و بیام مثلا چیز، حالا مثال شهودیش اینه که مثلا من اگه A رو به B چیز میکنم ترجیح میدم، مثلا اگه من تو 2 تا لاتاری بتونم شرکت کنم و توی اون لاتاری بهم بگن مثلا بین A و D میتونی یه چیزی رو انتخاب کنی و توی لاتاری دیگه باشم که بگن مثلا بین B و D میتونی انتخاب کنی، کدوم یکی رو میرم شرکت میکنم. اگه پرفرنسام ایندیپندنت باشن یعنی من واقعا A رو به B ترجیح میدم، میرم تو اون لاتاری شرکت میکنم که A با یه چیز دیگه است، یعنی من در نهایت A رو میخوام، یعنی نمیرم توی لاتاری که اون گزینه سوم برام دست تغییرش به وجود بیاد. یعنی پرفرنس هم ایندیپندنت از یه چیز دیگه. حالا قبل از اینکه در بدی فقط من روی ترانزیتیو یه چیزی توی تاگ گفتم، من که دیسکشن کوچیکی هم داشته باشیم، گفتش که یکی بعد از اینکه تاکال نویسنده تموم شد اومد پرسید که اگر ما دنبال یک پالیسی باشیم که یکی گروپی رو دنبال کنه آیا میتونیم براش ریوارد سیگنالی تعریف کنیم؟ اون لحظه خیلی جواب قاطعی نداد ولی گفت احتمالاً فرض ترانزیتیو بودن از بین میره. یعنی ما الان با وجود این همه پیشرفت احتمالاً نمیتونیم یک ایجنتی داشته باشیم که یک رفتار تکراری رو انجام بده، چون که نمیتونیم ریوارد سیگنالی تعریف کنیم که اینو دوست کنیم. حالا نمیدونم چقدر درسته، اون لحظه هم نویسنده خوشیده این درست نیست فکر کنم. به وضوح میدونی چرا؟ من خودم درس آرل میدم، خودم درس ای آی میدم، یه ایجنتی رو نشون میده که باتیه، یک کرالر باتیه که
دو تا بازو داره. همه فکر کنم بچه‌ها شاید دیده باشن. دقیقاً خودشوی رو میره جلو. آره و تو فضا تو استیت اسپیس نگاه کنید دقیقاً روی لوپ میچرخه. دقیقاً روی لوپ میچرخه. متفاوت فکر می‌کنم اما اینکه یه لوپ داشته باشید توی همین کوچیک‌تر مساویه با این لوپ متفاوته. اصلاًش لوپ داره می‌خوره، اما تو ترانزیشناش همون ربات هم فکر کنم لوپ نداره دیگه. چون مثلا ریواردش چرا رو استیتاش لوپ داره. ببین چرا این رفتون نداره آخه فکر کنم چی به چی ربطی نداره. این میگه که میخوان ایجنت ما یه ترتیبی پیدا بکنه دیگه، درسته؟ بین چند تا مختلف مثلا ربطی به استیت نه ما میخوایم ریوارد سیگنال ببینیم همه جا میشه تعریف کرد یعنی. بعد سوالی که حالا شاید مثلا انقدر اگه واضحه جوابش حالا نمیدونم شاید من اشتباه متوجه شدم، ولی سوالش این بود که آیا ما میتونیم ایجنتی داشته باشیم که رفتار تکراری چند تا سیکونس بره دوباره همون بره دوباره همون بره. خب این همینه دیگه. نه اینی که اگه منظور اینه که منظور این نیست. منم به نظرم اون داره راجع نه این منظورش این نیست. من صرفا گفتم که اون طرف ادعا کرد که این شرط نقض میشه. ریوارد سیگنالی نمیشه براش داشت که این شرط یه رفتار رپتیتیو انجام بده. رفتار رپتیتیو انجام بده احتمالاً ریوارد سیگنالی نمیشه داشت که ظاهرا میشه داشت. اونجا مثلا خیلی بحث ساده ایه، یه چیزی که دو تا بازو داره خواد بره جلو. ریواردش اینه که هر چقدر رو به جلو حرکت کنه. اصلا بعد یه بار گفتم سوالی نبوده یاد نویسندم بحث ریوارد سیگنال نیست. بحث ریوارد سیگنال به خود اون یه ایجنتی که چیز نداره آنچنانی نداره. بحث ریوارد سیگنال بین دو تا ایجنته. یه ایجنت مشکل نداره همونطور که دکتر میگن میتونه بره جلو و ترانزیتیویتی هم مثلا یه چیز کاملا جدایی از بین دو سه تا ایجنت. حالا مثلا یه ایجنتی که بهتر میره جلو یا یه ایجنتی که مثلا ضعیف‌تر میره جلو. فکر می‌کنم که آره یه چیز دیگه بگم. مثلا فرض کنید یک ریوارد خیلی ساده رو در نظر می‌گیرید. یه گوشه‌ایش مثلا یه ریوارد زیادی میده. و وقتی شما ریوارد زیاد می‌رسید تموم نمیشه. خب ترانزیشن فانکشن شما رو برمیگردونه جای اول. خب این واضحه که یه رفتار رپتیتیو نشون میده و بی‌نهایت ریوارد هم جمع می‌کنه. مثلا فرض کنید هیچ موقع تموم نمیشه و به تعداد ورود به اون حالا اون استیت شما ریوارد میگیری. وقتی تا میری بیرون سریع میری بیرون و دوباره میری تو ایجنت این شکلی میشه احتمالاً دیگه. هی میاد بیرون هی میاد دوباره داخل استیت. این هم پیش به تایم وابسته میشه ولی خب بازم میتونه کسی درست بشه. حالا اینی که من گفتم به تایم هم وابسته نیست. یعنی اینکه شما گفتید به تایم هم وابسته نیست. ترانزیشن انجام میده میاد چی میاد جای اول قرار میگیره. نه توجیه شدم. حالا میگم یا من اشتباه متوجه شدم سوال اونو یا با نویسنده اون لحظه ایده‌ای نداشت برای این موضوع. بعد ایده بعدی یعنی باید اون چیزمون یعنی پرفرنسمون کانتینیویتی داشته باشه. حالا این یعنی چی؟ مثلا باز مثال شهودیش این میشه. مثلا اگه ما پرفرنس مثلا 3 تا پرفرنس داریم A و B و C، مثلا A رو بیشتر از B می‌خوایم، B هم بیشتر از C می‌خوایم. بعد حالا یه چیزی وجود داشته باشه، یه احتمالی وجود داشته باشه یا یه کانوکس کامبینیشنی از A و C باشه که ما به اندازه B اونو می‌خوایم. بعد حالا شهودی خودش میگه، حالا من اینو واقعا شهود خاصی ازش ندارم، ولی چیزی که خود شهودی میگه اینه که مثلا همیشه 2 تا واقعه باشه که چیز باشن همشانس. حالا این دقیقشو واقعا نمیدونم و حالا این چیزایی هم که میگه خیلی قدیمی هن. یعنی برمیگرده به یوتیلیتی تئوری با نیومن و مورگن استرن که برمیگرده به 1930 اینا مال اوایل گیم تئوریه. مثلا همشان وجود داشته باشه یا چه داشته باشه؟ چی؟ همیشه همشان وجود داشته باشه. There's always break even chance. اینا میگه کانتینیویتی و راستش من یعنی 2 تا استیت داشته باشه که یوتیلیتی اینا مثل هم باشه. منظور اینه. یه چیزی که تو تاک شهودی میگفت این بود، ولی من تعریف دقیقش رو رفتم در آوردم اینه که میگه مثلا اگه ما 3 تا پرفرنس داریم مثلا A و B و C، A بیشتر از B و B هم بیشتر از C، بعد احتمال این که B به دست میاد باید یه کامبینیشنی از A و C باشه حداقل. یعنی یه شرایطی وجود داشته باشه که ما یه احتمالی از گرفتن A و یک منهای اون احتمال از C رو به گرفتن B ترجیح بدیم. یعنی اون B رو اونقدی بخوایم که کامبینیشن A و C رو بخوایم. شهود خاصی داشت. یعنی 3 تا مثلا اینو باید نگاه کنیم. ولی حالا یه سوال اینجایی که الان
اطلاع مطلب این تا همین الانش من احساس میکنم این شرایطی که داره میگه هی محدود کننده اصلا حالا کاری نداشتیم چه معنی میده خود اینا هی داره محدود کننده و محدود کننده به خصوص هم اولی کامپلیتنس بود. دقیقاً حالا اینا رو میگه بعدش حالا میخواین اول آخرش رو برم بعد آخرش میگه ولی هیومن پرفرنس ها لزوما اینا نیستن یعنی آخرش بحثش اینه که آدم‌ها یه جور دیگه کار میکنن و باید برای همین هم هست که میگه باید ریوارد هایپوتزیس رو یا باید همه جا ثابت کنیم که برقراره این شرایط یا باید نوع دیگری از ریوارد رو معرفی کنیم. خب این یه باگی حالا اصلا ریزنینگش یه باگی داره. این الان گفت آقا اون شرایط خب شرط کافی ان برای اینکه درسته شرط لازم ندن کافی شرط لازم و کافی ریوارد هایپوتزیس لازم و کافیه. چیز جوری که میگه نگاه یه مقاله داره من کامل نخوندمش همین مثلا چند ماه اخیرم نشر داده شده میان چیز میکنن یه سری فرض میذارن و روی اون فرضا همین تئورم ریوارد هایپوتزیس رو فرمالایزش میکنن بعد اثباتش میکنن یعنی میگن با این شرایط این برقرار با این شرایط برقرار میشه شرط کافی لازم بودنش اثبات میکنن. اگه لازم بودنش اثبات نکنن این باگ داره. چرا؟ چون خب میگه آقا تحت این شرایط کافی بله مثلا یه مپینگ بین ریوارد و یوتیلیتی وجود داره ولی ممکنه لازم نباشه. چون دو تاش لازم نباشه. شاید من مطمئن نیستم. اگه لازم باشه حرف چیزیه یعنی میگه که آقا ریوارد نیاز به بازنگری داره. دیگه آخر نکتهش اینه که این توی این پیپر نبود و اینم جزء اون یکی کارهای سایدشون بود که اینجا بهش اشاره کرده بودن. ایفن اونلیف اینجا ولی نمیدونم ایفن اونلیف چیه. حالا ما اون فرمول اصلی که زیرش بود نذاشتیم یه فرمول عجیب غریب بود. مثلا یک تعریف اونلیف یه چیز دیگه است. اصلا باندد ایجنت تعریف میکنه و خود گاما رو جایی که یک ثابت بگیره وابسته میکنه به فضای ضرب ابزرویشن اکشن و یه محیط یک تعریف اولیه‌ای میاره که بتونه توی اون ستینگ اصلا ریوارد هایپوتزیس رو تعریف کنه. کانجکچر این است. آره کانجکچر بعد جلوتر اینو میکنه تئورم با یه سری با اون فرضا بعد تئورم رو ثابت. با اون فرضا روی پریفرنس ریلیشنز درسته همون جایی که نوشتیم فالس بالاش نوشتیم فالس. خب اوکی خب نه همین این الان به این شکلی که نوشته شده شرط کافیه. یعنی میگه برای پریفرنس هایی که این شکلی هن اینو من میتونم ثابت کنم برای کسایی که این شکلی نیستن نمیتونم بگم چه اتفاقی. خب دیگه اصلا فکر کنم بحثشون همینه بیایم راجع به اینها هم صحبت کنیم یعنی فکر کنم اصلا هدفش همینه دیگه که ما به حالتهای دیگه ریوارد یه طرح دیگه هم هست که باز میگه علاوه بر اونها نیاز داریم. حالا خب همین میشه یکم مثلا پرکتیکال حرف بزنیم یعنی چی مثلا یه محیط مثلا ساده رو در نظر بگیرید که مثلا ما توش ریوارد تعریف کردیم خودتون مثالشون دست خودتون که مثلا این ریوارداش به قول شما با پریفرنس های انسانی سازگار نیست. مثالی میزنه که مثلا یه حسی بگیریم این مثال واقعی که کدوم شرط نقص کنه یکی از این شرایط نقص کنه کامپلیتنس مثلا مثال میزنه راجع به مثلا اون دو تا چیز اخلاقی مثلا هپینس و مثلا جاستیس که نمیشه مقایسه‌شون کرد مثلا میگه این دو تا کامپلیت نیستن مقایسه‌شون. یا فکر کنم اون مثال مثلا میگه آدما مثلا اینجوری مثلا ممکنه مثلا من چه میدونم مثلا موز بیشتر پرتقال دوست داشته باشم پرتقال مثلا بیشتر توت فرنگی بعد توت فرنگی هم بیشتر موز دوست داشته باشم دور میزنه یعنی من مثلا سوالی که این دو تا یعنی یه جایی که هیومن پریفرنسز با رشنال پریفرنسز دیدن میاد مثالش چی است؟ نکنید من برای کامپلیتنس الان مثالی که وجود داره حالا این چیزی که تو ذهن منه اون قضیه‌ایه که اگه یه ماشین قراره تصادف کنه به پیرزن بزنه یا به بچه اون بحث اخلاقی نمیدونم اینجا چه ریوارد سیگنال الان چه ریوارد سیگنالی میخواید که اون شرایط تعریف کنید؟ نباید ریواردمون به جای که یه دونه اسکالر باشه مثلا یه بردار باشه. من یادمه یه تاکی دیوید سیلور داشت میگفت اگه یه بردار باشه بازم میشه با یه عدد نشون داد. یه همچین ادعایی میکرد. نکتهش اینه که اون ایجنت منطقی انسان رو شما توانایی تصمیم گیریش می‌دونید یا چیزی که واقعا اون ریواردی که برای اون خودش داره یعنی اگه ریواردی که برای خودش داره در نظر بگیریم منطقی که بزنه به پیرزنه یا مثلا ریواردی که برای حالا انوایرمنتش داره
اما اگر بیایم یک ایجنت انسانی در نظر بگیریم خب هیچ کدومش نیست. این خیلی مهمه که اصلا اون همونطور که داریم اینور رو سعی می‌کنیم تعریف کنیم اونور هم بیایم سعی کنیم تعریف کنیم مثلا با چی سر و کار داریم که الان مثلا مثال راجع به چی بزنیم. مثلا من اسم کنم پس بعد خود این پیپر رو یه دور بخونم، چون اینجا فقط اشاره کردیم اصلا وارد جزئیات خود این پیپر رو اثباتاش نشده. گفته که ما رفتیم ریسرچ کردیم و دیدیم که این شرایط لازمه تحت اون تعریف، ولی برای منم خیلی از این سواله خیلی سوال. فقط من آره چیزی می‌خوام بگم ادامه بدم که بعد یه دور حالا برگردیم اگر کسی اینجا چی مثالاشه. اینم که گفتیم که با این تعریف و اون اکسیما و هیومن پریفرنسز هم من اشنا نیست و اینم که حرفش همینه دیگه، میگه آقا از انوایرمنت خارج شید و ایجنت رو بیشتر بررسی کنید، لرنینگ رو به عنوان ادپتیشن در نظر بگیرید نه فقط پیدا کردن یه سولوشن، و ظرافت‌های این ریوارد هم در نظر بگیرید موقعی که دارید با الگوریتم‌ها و مسائل رو دست پنجه نرم می‌کنید. فکر کنم این حرفش اینه که حالا اون اگه بخواید برش گردیم به اون صحبت اولیه شما که آره الان یه گوشه اومده جمع شده، مثل اینکه ملت به جای اینکه بیان تمرکز بکنن روی اینکه مثلا بریم الگوریتمایی بدیم که بهتر مثلا چه می‌دونم شکست بده استیت آف چون دیپ لرنینگ اینجوری کار کرده دیگه. واقعا این هر کس میاد مثلا قبلی‌ها رو شکست میده. اینا میگه به جای اینکه مثلا بریم تو این فضای صورت مسئله که قبلی‌ها رو مثلا بهتر بکنیم، بریم تو این فضا که این محدودیت‌ها رو این دوگمه‌ها رو در واقع بشکنیم. این مثلا یک از صحبتایی که می‌کنه اینه که بیایم برای متریک تعریف کنیم. الان خب ما اگر نخوایم مدل جدید آردی که دادیم کارت پول مثلا بهبود بده، خب چه جوری می‌خوایم بگیم مدل بهتری؟ آره یعنی بنچمارک در واقع بنچمارک تعریف کنیم برای مثلا چقدر داره دوگما یک رو حل می‌کنه. آره مثلا چقدر داره ادپتیو رفتار می‌کنه نسبت به یک مدلی. مثلا بیایم برای اینا بنچمارک تعریف کنیم یا حالا متریک بیاریم که حالا بتونیم اینا رو هم بررسی کنیم. من حس می‌کنم بعضی از اینا رو مستقیم بنچمارکبل نیستن. بعضی از اینا میتونن یه سری چیزا رو باعث امرجنسشون بشن. مثلا دوگما یک من احساس می‌کنم میتونه رو جنرالیزیشن تاثیر بذاره. خب یعنی شاید شما الزاما با یه متریک نتونید خود همین دوگما رو بزنید، مثلا 4 5 تا متریک بزنید، یکیش مثلا میتونه جنرالیزیشن باشه. خب یا مثلا دوگما دو هم همینجور، مثلا اینا جنرالیزیشن میتونن یه چیز باشن براشون. ولی اینکه فکر کنیم چه ست آف متریکی میتونه اینا رو دیسکرایب بکنه خوبه. خودشون این کارو نکردن نه اینا اصلا مال یکی دو سال اخیرن، تاکه فکر کنم مال چند ماه اخیره. رینفورسمنت لرنینگ کانفرنس دقیقاً این پیپر جزء فکر کنم دوره اول، حالا بچه‌ها اگه نمیدونید آرل خودش کنفرانس داره میزنه و جدای از با وجود این همه کنفرانسی که داریم نوریپس و سی وی پی آر آی سی ام ال آی سی ال و همه چیزایی که هست اینا میده برای خودشون زدن و یک تیم قوی پشتشه. دیوید سیلور برنده جایزه تورینگ پشتشه، خود سرگئی لوینی که یه تنه کور آرل رو برده جلو پشتشه، یه تیم خیلی قوی پشتشه و این پیپر فکر کنم یه دور آی سی ام ال 2023 اکسپت میشه، یه دور دیگه توی رینفورسمنت لرنینگ آر ال سی هم کردنش، رینفورسمنت لرنینگ کانفرنس اونجا. ولی خب هنوز تو فاز ابتدایی هنوز ایمپکت فاکتور رو میدونم کیو اسکور اینا فکر کنم نگرفته کنفرانسش. حالا اینم تو پرانتز من بگم که نوریپس و کنفرانس‌های دیگه ماشین لرنینگ دارن میترکن، لیترالی دارن میترکن. 20000 تا مقاله رسیده و ساستینبل نیست این شرایط، اسکیلبل نیست، ساستینبل نیست. قطعاً شک نکنید تا 4 5 سال دیگه اینا همشو با افت کیفیت رو میشن و این چیزای محلی، کنفرانس‌های محلی که لوکال مثلا روی موضوع کار میکنن، مثلا کلم روی مدل‌های زبانی مثلا اومده، روی لارج لنگویج مدل اومده، همین آر ال سی مثلا روی بحث آر ال اومده، کم کم اینا ایمرج میکنن و من به نظر این میشکنه، یعنی ریسرچ عوض میشه. مثلا اینجور کنفرانس‌ها به نظرم خوبه که جدی بگیره و چون آر ال فوکس هم هست خیلی کیفیتش احتمالاً بهتر میشه نسبت به آره و مردم دوست دارن برن اینا رو بخونن. مثلا کسی آر ال میخونه دیگه مثلا یه پیپر نوریپس رو ترجیح نمیده، ببین ممکنه آر ال سی رو واقعا ترجیح بده و گیم چنجر برای این. رو می‌کنم که حالا میگم فکر کنم دوره دومش به زودی قرار برگزار شه و دیگه هم توی برگزار شه
چطوری تیم حتی من دارم که خود آقای لوین کل پیپرها رو نده اونجا چون پیدام هست دیگه احتمالاً یه تنه همه چی دست میگیره. ولی آره خلاصه همین بود. یه بحثی هم من فکر کنم اینتراپت کردم، یکی داشت صحبت می‌کردیم و واسطش گفتم آره کنفرانسو بحث نبود در جریان ببخشید. خلاصه یه نکته خیلی جالب هم آقای مصباح گفتن که در واقع دگمای دوم یه سری محیط بنچمارک‌های اوپن اندد less learning ended less learning اصلا دیپ مایند در واقع داره ارائه میشه. خیلی جالبه، دستون درد نکنه. ولی این دیپ مایند اولش خیلی بیشتر از اوپن ای آی اوپن سورس بود. الان این مدل آلفا پروفش من هر چی گشتم فکر کنم در حد تکنیکال ریپورت هم حتی نداده. فقط بود که آقا ما نقره گرفتیم المپیاد جهان. این آخه چیز بود منتش اینی که من رو دنبال کردم یه سوال المپیاد جهان رو تو 3 دقیقه حل کرد و خیلی عجیب بود، اما مثلا دو تای دیگه‌اش رو تو 3 روز آره یعنی اتفاقا این نشونه خوبیه. آره نشونه خوبیه. همون صحبت آرش تو LLM. آره هم صحبت معروف آرش بحث فکر کردن سریع و فکر کردن آهسته، اینکه همه مسئله ها رو توی زمان فکر کنه، این کلا چیز خوبه نیست. بعد یه دونه از دو تا از مثلا نتونست حل کنه، یعنی کلا گفتن داره توسعه پیدا میکنه. همین دیپان اومد یه دونه هم تو کامپیوتر زد که کانتست بوده، اون کلا اون مثلا نتونست. اونم همین الان فکر کنم رنکینگش از من بالاتره تو 2 ساله. من میگم مثلا بین چیزا بین اون مثلا قرمزا آره مثلا بین مستر اینترنشنال مستر و مستر. خب من تشکر میکنم از شما مثلا آقای علیخانی، آقای نوربخت، هر دو خیلی زحمت کشیدن. همینطور دوستانی که مشارکت کردن. نشدم ببخشید حالا همه صحبتایی که دوستان مطرح کردن نشد راجع به همه صحبت بکنیم، ولی بحث خیلی جالبی بود. حالا انشالله اگه بشه حتی روش فالو آپ هم بکنیم، برین استورم بکنیم در جلسات آینده و برگردیم به این بحثا. یعنی این یه بحثی نباشه که فقط یه بار کردیمش. هر الگوریتمی که می‌خونیم به این دگمه‌هاش یکم فکر بکنیم، به اینکه واقعا این دگمه‌ها توش وجود داره و چجوری میشه بهش غلبه کرد. خب خوبه. انشالله همه اوقات خوبی داشته باشیم. و دیگه قبل از اینکه جلسه تمام شه ما من به نظر فیدبک هم بگیریم. حالا هم اگر کسی الان میخواد فیدبک بده فکر کنم شما بعدش جلسه دارید، مشکل نیست اگر میخواین برید، ولی ما همین فیدبک از دوستانی که اصلا بگیریم هم فرم بذاریم. آره من پیشنهاد می‌کنم برای اینکه این سیستماتیک بشه، حالا اینجا اگه بچه‌ها بنویسن خیلی سیستماتیک نیست، روی گروه تلگرامی در واقع رو کانالمون یه در واقع فرم فیدبک بذاریم که بهمون فیدبک بدن که بهتر بتونیم این جورنال کلاب رو ان شاءالله رانش کنیم. ان شاءالله. ممنون از همگی، دست همگی درد نکنه. متشکرم. خسته نباشید. خدا نگهدار.